بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز، خوش آمدید میگویم همه شما را. این لحظه ها ساعت 18:06 را یا اینکه در مسکو 19:06 را نشان میدهد و این لحظه ها ما برنامه مستقیم را با شما آغاز میکنیم. سوال و جواب. همان هایی که این لحظه ها پیوست میشوند به شبکه رشد تیوی، شما میتوانید مستقیما سوالهای خودتان را به دامنا سهراب عادلیان دهید. ختم کرده دانشگاه مدینه منوره امروز در برنامه حضور دارند و من خوش آمدید میگم. خوش آمدید دامنا شما را. خوش باشید، سلامت باشید. و ما یک چند روز پیشتر مثل همین گونه برنامه با تماشابینان گذرانیده بودیم و بسیار مردم با سوالهای خودشان در برنامه اشتراک کردند و مستقیم اشتراک کردند. مهمش همین که هر یک کس میتواند این لحظه ها وارد به برنامه شود و سوالهای خودش را پیشنهاد کند و انشالله داملا سهراب عادلیان به سوالهای شما جواب خواهند داد. داملا یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم و من سلکه برنامه رو این لحظه ها در افیر میپرتایم تا که همگان آنهایی که این لحظه ها با ما هستند توانند وارد به برنامه شوند و به بعضی از سوالهای خودشان جواب گیرند. تا قبول زنگ ها یگان فایده میخوانیم. بله، مرحمت آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. اما بعد، یکی از علما رحمت الله علیهم یک نظم دارند، میگویند قالت مسائل سحنون لقارئها لن تدرك العلم حتى تلعق الصبر لا يدرك العلم بطال ولا كسل لا يدرك العلم بطال ولا الكسل ولا ملول ولا من يألف البشر. قالت مسائل سحنون لقارئها، یعنی مسئله های سحنون مدونه هست. به خواننده کتاب گفت که، یعنی کتاب به خواننده اش خطاب کرد، به قاری کتاب، به خواننده کتاب گفت که لن تدرک العلم حتی تلعق الصبر، تو علم را جمع نمی کنی، یعنی صاحب علم نمی شوی تا مادامی که حرارت و لذت صبر را نچشی. اگر این را صبر ترجمه کنیم، و صبر بعض اهل علم میگویند که یک درخت هست که بسیار طعمش تلخ است، یعنی چشیدن طعم آن درخت بسیار، یعنی برای انسان مشکل است. یعنی صبر هم میگن از همین کلمه گرفته شده است به یک قوله. یعنی انسان تا مادامی که در راه علم مشقت‌های علم را پس سر نکند، و مشقت‌های علم اگر صبر نکند، صاحب علم نمیشد. چون برای دریافت کردن علم کم، یعنی مسافه های طولانی، سالهای دراز انسان طی میکند و مشقت های زیاد روبرو میشد. بسیار انسان ها از راه طلب علم بر میگردند. شرایط وزنین شد، به مهاجرت رفتم یا مجبور شدم کار کردم و با همین، یعنی که سبب ها، بسیار انسان هایی که با یک نیت نیک برای جمع علم شروع کرده بودند و مشقت های علم تا آخر صبر کرده نمیتوانند.
بنابراین مسائل سهنون به قارئ خود گفته است که لن تدرک العلم، علم را تو دریافت نمیکنی تا مادامی که طعم صبر را نچشی. یعنی صبر باید کنی. لا یدرک العلم بطال ولا الکسل. علم را آدمی بطال یعنی بیکار خوجه، این خوجه میگم که بعضی خوجه ها برای چی بیکار خوجه میگویی؟ گفته تنقید هم میکنن بیکار خوجه یعنی اونا کار نمیکنن آخر. غالبی همین بعضی خوجه ها پول و مال میبیاد از درشان میگیرن میخورن میشینن کار نمیکنن. برای همین شاید مردم ما بیکار خوجه گفته باشن. بطال آدمی بیکار. این بسیار صفتی بد است بطالی. حتی میگن که همین جوان ها کودک های هم ویران میکردگی چیز همین بیکاری، فراغ، وقتی خالگی که دارند و مشغول نیستن با کار دین یا دنیا یا علم، اینا ویران میشن. علم را آدمی بطال نمیتوند جمع کند. بطال بعضی پیرزن های ما هم اگر حقارت کردنی شوند بطال میگفتن. بطال آدمی یعنی یه آدمی که نابکار، دستش هیچ کار نمیبید، بیکاری آدمی. ولل کسل آدمی تنبل، آدمی تنبل مغمبر میگوییم. این آدم ها هم علم را جمع نمیکنند. ولی ملول آدمی که ملال میبیاد 10 دقیقه گوش میکند خیلی این ملال است به جای یگان نواری، یعنی که آسانتر و سبکتر و یعنی درس اگر مشکل بود شوق آورتر به قوله درس اگر مشکل بود تنبل را خواب آوره. آدمی تنبل خوابش میاد درس گوش کنه، بازی باشد دیگر برنامه ها باشد بیدار است. ولی ملول آدمی که تیز ملال میبیاد برای و شنیدن علم، یعنی برای علم گرفتن صبر و طاقت بزرگ در کار. یعنی در یک جا نشسته تاند انسان 10 ساعت 5 ساعت اگر مثلا در دانشگاه شیند یا در نزد شیخ شیند، 5 ساعتی دیگه باید همین درس های تیار کند، اقلا 10 ساعت. و بعضی عالم تا 18 ساعت در سر علم می نشستند سپس عالم شدند. اما خودی حاضر میتوانند مگر اون آفرایی که این لحظه ها ما رو تماشا میکنند 1 ساعت ما رو همراهی کنند؟ باور کنید بسیار مشکل است برای اکثریت از آنها. بله بنابراین گفتن که این علم حاصل نمیکنه آدمی ملال، تیز آدمی که ملال میشود. ولی من یعلیف البشر آدمی که با آدم ها الفت میشیند، چقچق دوست میدارد، با آدم ها صحبت کردن دوست میدارد، این آدم هم علم دریافت نمیکند. گفتن یعنی یک فایده بود از بعضی علما. میتوانید به سوال های مردم. یک برادر ما اینجا نامشان روش تیوی ماندند و درباره نماز به فکرم سوال داشتند. ما این لحظه وارد به برنامه میکنیم. مرحمت خودتان رو معرفی کنید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من انوشر هستم، در شهر روسیه در غربی هستم. یک سوال داشتم بسیار امید چند برشید در کامنتاری ها می نویسم، راستی جواب بیفتن نمیتونم. سوال همین بود که استاد وقتی که انسان نماز وقتی میاد جماعت دیر میمونه 2 رکعت یا اینکه 1 رکعت، بعد همون 1 رکعت دیر کدگیره چی میخوند، کدام سوره ها رو زمزمه میکند، امیو را یک میفهمونید استاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، وقتی که بنده به نماز جماعت دیر میماند، اگر 1 رکعت از جماعت دیر مانده باشد، مثلا در نماز خفتن، در نماز 4 رکعته 1 رکعت دیر مانده باشد، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، یعنی که این بنده گویا از رکعت دوم رسیده آمد، چون 1 رکعت را از دست داد. وقتی که امام سلام میدهد به 2 طرف، الله اکبر گفته میخیزد و رکعت یکم را میخواند، میگویند. برای چی؟ برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که و ما فاتکم فقضوا. این روایت فقضوا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به همین روایت فقضوا عمل کردند.
از همین روایت استنباط کردن. یعنی امام بخاری، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منهجشون مانند منهج دیگر علما اصل سرچشمه اول قرآن است، سرچشمه دوم سنت است، حدیث هست. فقط در زمان ایشان حدیث چخیلی که در زمان امام بخاری و امام ترمذی جمع شده بود این گونه جمع نبود. حدیث همراهی صحابه های تابعین به تمام کشورهای دنیا نشر شده بود. اونا غالبا علم را ننوشتند. یعنی سبب خلاف میگم. در مذهب جمهور علما شما وقتی که برکتی بعد اینکه امام سلام داد میخیزید برای شما 4 رکعت است. برای چی ای مذهب جمهور میگن که برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و ما فاتکم فاتموا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که آن رکعتی که از دست دادید آن را تمام کنید گفتن. روایت جمهور تکیه به حدیث بخاری و مسلم کردن فاتموا. اما روایت امام ابو حنیفه روایت فقضو هست. فقضو یعنی قضا خوانید. همون یه رکعتی که از امام دریافت نکردید از دست دادید، امام یه رکعت خوانده بود که شما به رکعت دوم آمده بودید، اون روایت قضا خوانید گفتن. و برادرها التماس کرده بودن که به سوالها کوتاه جواب دهیم. خیلی عموما همین بیایید اکنون پرسیم دامولا که برادری که سوال دادند فهمیدند یا نه؟ حالا فهمیدم. یعنی که مقصد رکعتی که ما اسپید نکردیم خواندند است آوازشان کنده شد. خلاصه بعد اگر سوره فاتحه یعنی باید که سوره زمزمه کنیم، من سوره دیگر رو باید زمزمه کنیم. نه طبق مذهب امام ابو حنیفه بله، چون که شما رکعت یک را قضا خوانده ایستادید. طبق مذهب جمهور شما چی میکنید؟ وای برای شما 4 رکعت است، 4 رکعت ضم سوره ندارد. الله اعلم. یک سوالی استاد، یک سوال دیگه استاد. امی در روسیه کار میکنیم در یک مغازین. طبق کار مقصد طبق همو شرطنامه ما باید 12 ساعت کار کنیم. انا بعد همین 12 ساعت مقصد هر زدنی که او میتیم ما اجرا میکنیم و همین 6 ساعت میشه بیکار میشیم. من میتونم که در همین 6 ساعت خورمو پگاه یگون جو دیگه کار برام همین چیز ما در جایزه این ما در حلال میشه و مقصد که ما در وقتی بیکاریم خوب کنم. این اگر از کارخانه اجازت باشد هیچ باکی ندارد. لیکن در یک کارخانه 12 ساعت کار میکنید، آیا حق دارید که مثلا در دیگر جا مثلا برآمده با خیلی که میگم پدربادکه کارهای اضافگی کنید اجازت است یا نه؟ علما میگن که اجازت نیست مگرم با اجازت کارخانه اول. برای چی؟ برای اینکه شما 12 ساعت در کارخانه او کار میکنید، با بگاهی آمده 6 ساعت مثلا تاکسی کار میکنید یا دیگر کار میکنید، شما از حساب خواب از حساب استراحت کار میکنید. فردا علاقه شما با خواب سیر نیستید، یعنی که استراحتی کامل نگرفتید، او وظیفه خود را به طوری باید و شاید اجرا نمیکنید. علاقه عصبانی میشید برای اینکه به خواب سیر نیستید مثلا، یا فراموش خاطر میشوید، برای کارتون خلل میرسوند. اگر صاحب کار گوید که یعنی کاری ما مثلا فراشی باشد، او کاری در کاسه نشستن خزینه داری نیست که متعلق به حساب و کتاب و متعلق به مال و اموال باشد، مثلا هیچ گپی ندارد، میتونید کار کن گوید اجازت است، میتونید کار کنید اضافتا. و این خواب هم اجازت میپرسید برای آنکه شما به جای 6 ساعتی که مقصد مزد میگیرید باید فعالیت کنید، کار کنید. اصلا میگوید که من کارمو بر وقتر انجام میدهم، از حسابی که بر وقتر کارمو انجام دادم خواب میکنم، گفته اجازت میگیرید. والله اعلم. تشکر زیاد برادر عزیز برای شما برای اشتراکتان در برنامه. خب اینجا یک نفر دیگر وارد به برنامه شدند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم دوملا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین سوال دادم میخواستم، همین بعد از نمازها دعا کردن ممکن است؟ ممکن؟
مقصد ممکن است. اگر ممکن گویید ممکن است، یعنی من نآمده است، لیکن مرادتان اگر دعایی که مثلا همیشگی یک عادت کرده گرفتن باشد، شریعت به دعا را پیش از نماز امر کرده است. بین اذان و قامت دعا قبول میشد، اما بعد نماز این موضعی که شما به دیگر عملها مشغول هستید. وقتی که سلام میدهید اونجا جای دعا نیست، جای استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدیر تا آخر ذکرها. بعد 33 مراتب سبحان الله الحمد لله الله اکبر، کلمه توحید، آیت الکرسی، سوره اخلاص، فلق، ناس، این سوره ها رو باید خوانید. یعنی شما بعد نماز وظیفه دار هستید برای ذکرها، اما پیش از نماز بین اذان و قامت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بین اذان و قامت دعا رد نمیشد. یعنی شما خوبتر است که بین اذان و قامت پیش از نماز بسیارتر دعا کنید، بعد نماز ذکر کنید. الله اعلم. خیلی خوب. و بهروز اینجا هستند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خوش آمدید و مرحمت. سوالاتون را گویید و میتوانید برابر سوالاتون را گفتن بیرون شوید از افید تا که دیگران نیست توانند سوال دهند. مرحمت. سلام علیکم استاد. سوال ما همین بود که درباره حدیثی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وعیدی سخت کرده است، همین شیمی که از بجولک پایون باشد، همین کمتر میفهموندید؟ درستی نفهمیدیم. از بجولک شیمی که پایون است وعیدی دوزخ اومدگی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ما اسفل من الازار، آن ازاری که پایانتر از کعبین، از دو شتالنگ پا، اگر ازار که پایان فرامد ففی ناری، گفتند در آتش دوزخ است. گفتند و اکثر علما اینا حملی به حرام میکنن، یعنی وقتی که ازار از عاشق پاک پایان فرامد همان موضعش در دوزخ میسوزد. گفتند از عاشق پایان. و مذهب شافعی میگن که مکروه است، مذهب حنفی حرام است میگن. مذهب حنفی حرام است میگن، مذهب شافعی مکروه است میگن. یعنی که از عاشق فرامد از شتالنگ مکروه است میگن، یعنی خوب نیست. لیکن حتی اگر همین شتالنگ باشد و تا آخری استخوان شتالنگ اگر ازار شما باشد دم گناه نیست، لیکن فرامد گناه است. این علاقه خودش معتدل است. یعنی من امروز حتی مردم بیدین هم اون شارت هایی که میپوشن تا نصف ساقشان هست، یا مثلا بعضی بریژه هایی که میپوشن در ریزینکه داره، در پایانش در بالای عاشقی پا هست، با کرسافکه میپوشن، هیچ باکی ندارد. مثلا فقط یک کاری کنید که مثلا در کشوری باشد که اگر همین خطر داشته باشد یک خوشرو پوشید، تا اینکه به حضرت ابوبکر رضی الله عنه پرسیدن یا رسول الله ازار من از عاشقی پا میفراید. گفتن وقتی که این حدیث رو پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن ازار من میفراید از عاشقی پا، بعد با اون میبردارم. گفتن او ازارهای مردم یا پارچه لباس بود، میپیچاندن مانند لباس حاجی ها. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم تو از جمله کسانی نیستی که از روی خیالا، از روی فقر، تو از روی کبر نمی کنی. گفتن لیکن همینجا علما رحمت الله علیهم میگویند که این دلالت میکند که ازار ابوبکر تقریبا در گرد و اطراف عاشقی پاش بود، چون که اگر در نصف ساقش میشد، اگر ازارش از عاشقی پا فراید عورتش گشاده میشد. این دلالت میکند که یعنی که ازار حضرت ابوبکر نزدیک به عاشقی پا بود. میگن به هر حال یعنی نگاه میکنید. خب تشکر زیاد. اینجا تماشابین ما با ما هستند. خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احمد میکروفونتون رو اول کشایید و بعد گپ زنید.
الله امیدوارم. دامولا یک سوال و یک خواهش داشتم. خواهشم این است که درباره خطبه چه در این برنامه چه در یگان طریقش معلومات میدادید، معلومات مفصل. و سوالم این است که مثلا دو نفر با هم دیگر جنگ میشوند و یکی از آنها ضرر جسمانی میبیند یا ضرری باشد که برقرار نشونده باشد، در همین حالت همون نفر یگان دعوا کرده میتواند مثلا پول یا یگان چی برای برقرار کردن سلامتیش، و اگر سلامتیش برقرار نشونده باشد در این گونه چیکار کرده میتواند در این حالت ها؟ اگر مثلا به شریعت مراجعت کند، اگر به شریعت مراجعت کند و طبق فرموده شریعت چی می شود گوید، بعد مثلا قاضی یا اهل علمی که در این مسئله حکم می کند باید دو طرف گوش می کند و بعد می بیند، یعنی مسئله قضا هست، این خیلی جواب دادن ممکن نیست یک طرف گوش کرده، دو طرف گوش می کند و بعد یعنی که حکم شریعت را بیان می کند. اما اگر به شریعت مراجعت کردنی باشید، بله مثلا یک اعضا را که تلف داد یا یک اعضا ضربه کرد، در شریعت قصاص هست، عوف هست، قصاص هست، دیه هست. یعنی قصاص عیناً همون عضو را اجازت داده می شود که زند. دیه این است که هر یک عضو شریعت دیه معین کردگی هست، مال می دهد، گوسفند یا شتر یا تنگه یعنی پول نقد، یا عوف میکنند، عوف کردن میکنند. بله. خب انشالله جوابش رو گرفتند، اما کوتاه‌تر میکنیم باز داملا تا که فرصت از دست ندیم. اینجا باز یک تماشابین ما بیاید. خوش آمدید شما رو میگم. مرحمت سوالاتم رو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. داملا همین میگفتید امر معروف های حاجی میرزا رو گوش کردن ممکن است؟ هر یک آدم، هر یک اهل علم بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چخیلی که امام مالک رحمت الله علیه گفتن کل یؤخذ من قوله و یرد، هر یک آدم سخنش قبول هم کرده می شود و سخنش رد هم کرده می شود. یعنی خوب می شد که نام یگان از اهل علم رو نمی گرفتین در چی؟ مقصد همین که غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم یگانه آدمی که همه وقت سخنهاش قبول است این یک نفر است، حضرت محمد علیه السلام. دیگر هر کس سخنش رد هم کرده میشد، قبول هم کرده میشود. یعنی اگر سخنش به سخن قرآن و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم موافقت کند گرفته میشود، و اگر سخن بیرون از سخن الله و رسول یا ضد سخن الله و رسول باشد در این حالت گرفته نمیشد. خود امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم همین گپ را گفتن که اگر سخن من به سخن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم تعارض بیاد، ضد بیاد، سخن من به پشت دیوار پرتایتان گفتن. این گپ نه فقط امام ابو حنیفه، هر یک عالم گفتگی هستن. بله. خب علی خوش آمدید. میکروفونتون گیرون کنید، اول میکروفونتون گیرون کنید. بله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میشنوید ما؟ خب تماشابین دیگری ما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد این مسئله رستروچکا را میفهموندید؟ رستروچکا ممکن است یا ممکن است گرفتنش؟ رستروچکا اگر از صاحبی مال باشد یگان شرط ریبوی نداشته باشد اجازت است. مثلا شما آمدید از من یک خانه خریدید یا ماشین خریدید، گفتید که من همین پولش تقسیط میتیم، یعنی هر ماه به مقدار فلان پولی در مدت 24 ماه یا در مدت 36 ماه فلان قدری میتیم گفته. اگر شرط و شرطنامه بندید و به یگان شرط ریبوی، به یگان پینچ خیلی که میگن به همین خیلی شرط های باطل باشد اجازت است.
مثلا نرخ ماشین 5000 است، به شما 6000 میتیاد. وقتی که به کوتاه مدت یعنی به تقسیط میدید، یعنی قسم هر ماه میدهید، البته نرخش تغییر مییابد. اگر پولی نقد دهید نرخش دیگر بود. این جایز است. لیکن اگر به همین عقد اگر بانک میانه رو که شد، در این حالت اجازت نیست. والله تعالی اعلم. خب مرحمت عبدالرحمن، شما در افیر مستقیم هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اول همین بعضی آدمایی میبینیم که سین سالشون یعنی ده 70 یا که 60 رفتگی، میگیم که ما از قفای امام اقتدا میکنیم، امام خودش نماز میخوند تنها، یعنی تکبیرات میگیم، بعد التحیات و خیلی صلوات های دعای میخونه میگیم از قفای امام، یعنی که سوره زام نمیکنه میگیم، تنها تکبیراتشو. بعضی آدمایی هستن میگن که نه باید که چی خوند، مثلا ته دیلش باید سوره خونه. در همین مسئله یک روشنی میانفته حضرات. زمی سوره رو میپرسند؟ بله، یعنی که حاضر امام نماز سر کرده، بله، بعدش میگد که تمام دیگر مقتدیون باید هیچ کار نکنند، امام همش میخوند. بله، در نماز بامداد و در نماز شام و خفتن زمی سوره نخوانید، برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه قرائت الامام قرائت للمأموم، قرائت امام کفایه کننده هست به مأموم، به آدمی که اقتدا کرده است. یعنی قرائت ما بعد الفاتحه گفتن علما، آن قرائتی که زمی سوره که بعد فاتحه میکند. اما در نماز پیشین و در نماز عصر شما میتوانید هم سوره فاتحه خوانید و هم زمی سوره کنید، چون که قرائت امام نیست که شما وظیفه دار باشید به گوش کردن قرائت امام. بنابراین در نماز پیشین و عصر غیر از سوره فاتحه با دیگر سوره زم میکنید. اگر نکنیم یکون کمبودی میشود یا زم سوره واجب نیست برادر عزیز، نکنید نماز درست است. نکنید هم گناه میدم همه خیر. زم سوره شرط نیست، یعنی شرط های نماز نیست. فهمم. تمام، جزاک الله خیرا. و ایاکم. محمود خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما یک کارخانه در کار میکنیم همین فرانسیا دا. ما شرایطی که با نماز جمعه رفتن ماشین من دادگیان ما میتونیم که نماز جمعه بریم، که اگر نرویم همین را چی خیلی میشه؟ به نماز جمعه در یک شهر زندگی میکرده باشید، برای شما رفتن واجب است. یعنی نماز جمعه فرض است، حرکت کنید به نماز جمعه اشتراک کنید. ماشین دادگی مونن مقصد که ما همین شرایط داریم که باید که بریم، مقصد اگر نریم گناهگار میشویم. همین خیلی البته در ماشین نداده باشید هم باید روید آخر، با این قدر ماشین داده است با چیکار اجازه دادگی مقصد سلامت باشید. حاضرم خوب است، اجازه داده باشن نعمت از رویتون، فرض است. درباره نماز جمعه در سوره جمعه نیز آمده است و گفته در ترجمه معناش تمام تجارت ها را تان را به یک کانال گذارید و به نماز جمعه اشتراک کنید و بعد از آن پراکنده شوید. هم خیلی دنبال. بله بله، نوارها داریم آیدی جمعه، بسیار سوال ها جواب هست در یوتیوب میتوان یابن. خب تماشا بینیم. ما اینجا مرحمت میکروفونتون رو گرم کنید. اول مسجا. السلام علیکم. علیکم السلام. برادر نازید، صحت و سلامت؟ سلامت باشید. بسیار یک اقدامی نیک گرفتید که چنین یک کاری خیر رو پیش کردید. بسیار خوشحالم راستی، گرچنده که در مسافری باشیم، لیک با شنیدن موضوع با امر معروف های شما بسیار خود را آرام حس میکنیم. خواستم اول تشکری کنم به شما.
بارک الله فیکم. تشکر برای و شما. یک دو سوال داشتم برادر. همین آدمی که نماز میخواند و همون معنای سوره اخلاص و همون سوره هایی که در نماز میخواند در نمازهاش معناهایشان رو نداند، اگر به نمازش یگان کراهیت داره؟ بله، نماز از گردن او ساقط می شود، ولی معناهایش را دانستن این ضرور است، برای آنکه به قدری ضرورت، یعنی به قدری لازمی تعلیم گرفتن علم فرض است. چونکه در نماز سوره فاتحه این رکن است. علل خصوص معنای سوره فاتحه را داند و آن سوره هایی که مثلا در نماز میخواند معناهای آن را باید داند و این یگان کاری مشکلی نیست. انا در کانال قرآن دستورالعمل انسان هم همین سوره ها را ترجمهش به زبان تاجیکی است. 10 مرتبه گوش کنید یا نوشته گیرید یا کتاب ها هست، از خود میشه. یک سوره اخلاص اقلا، سوره فلق، ناس که در یک شبانه روز در اذکار صباح و مسا هم میخوانیم، بعد هر یک نماز میخوانیم. این سوره ها رو معناهاش اقلا باید انسان داند. بله. رحمت برادر. بعد سوال دیگری، خود اگر که وقت باشد یا جواب کوتاه داشته باشید حاضر، اگر نباشد شاید در ویدیوهای آینده یا در نیت گرفته در همین باره یک ویدیوی وسیله میکردید بسیار خوب میشد درباره همه آدمی که در جهل و جهالت غرق شدگی است. وقت چه فهمونم در اندک یک چیزی ناچیز عصبانی میشد. بله. خود در خانه، خود در کوچه، خود برای همون انسان هایی که مغلوب شدگی در همه وای. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر یکی شما غضب کند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گوید، ثانی طهارت کند، اگر راست ایستاده باشد نشیند، نشسته باشد تکیه زند و این چنین میتواند به نزد طبیب مراجعت کند، به طبیب عصب شناس. و یعنی از سلامتی، برای آنکه این عصب وقتی که خراب است انسان به دیگر گناه ها دست میزند. یک کسی میزند، طلاق میدهد، یا مال خودش میشکند، مال یک کسی دیگر برداشته میزند. بنابراین وقتی که در صحیح بخاری آمده است، حضرت ابو هریره روایت میکنم، میگن که مرد آمده گفت که یا رسول الله اوصینی، یا رسول الله مرا یک وصیت کنید، یک نصیحت کنید. گفتن که لا تغضب، غضب نکن. فردد مرارا فقال لا تغضب. چند مراتبه معلی غضب نمیکنم، با چی نصیحت میکنید؟ با دیگر نصیحت کنید. گفته وقتی که تکرارا نصیحت و وصیت میپرسید جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جواب میدادن، لا تغضب، غضب نکن میگفتن. چون که بسیار از مشکل ها سر میزند از سبب غضب فرو نبردن و الله تعالی هم ثنا گفت به آنهایی که غضب خود را فرو میبرند، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. شخصانی با تقوا آنهایی که غضب خود را فرو میبرند و از مردم عفو میکنند. یا مردم حقارتی ناجا میکند، غضبتون میبیاد، میخواهید جواب گردانید، میخواهید یعنی زنید، لیکن غضب فرو میبرید. این الله تعالی ثنا گفته است کسی که اگر غضبش فرو برد حالان که وی برای اجرای غضبش قادر هست، به خاطر الله یعنی قدرت نداشته باشد، این غضب نمیشه دلکه. مثلا یک از شما بلند آدم غضب شما آورد، شما نمیتونید به وی جواب گردانید، این الکه غضب فرو بردید نمیشد. اما اگر شما مثلا رئیس باشید، غضبتون اجرا کرده میتوانید، یعنی طبق تقاضای غضب کار کرده میتونید، لیکن غضب اگر فرو برید روز قیامت الله تعالی در بین خلائق برای شما اختیار میدهد که از حور العین، از زن دخترهای جنت کدامش خواهید اختیار کنید. برای آن آدمی که غضبش فرو میبرد. برای غضب فرو بردن یعنی که باید عصبی آدم آرام باشد، یعنی علم داشته باشد،
یعنی دانش داشته باشد تا اینکه چی کارها رو انجام دهد. اون چیزایی که گفتیم یک اشاره های هست، امید میکنیم که کفایه باشه. الله اعلم. یعنی شما حاضر هم به سوال جواب گفتید، هم یک موضوع خوب هم شد. یعنی باز با دلیل ها و اون چیزهایی که نیاز داشتن مردم. و داملا بیایید اول میفهمیم که آیا همین برنامه ما برای مردمی که این لحظه ها ما رو تماشا میکنند فایده‌ناک هست؟ و اگر فایده‌ناکی باشد چرا؟ و میبینم که این لحظه ها قریب 600 نفر هستند و اما نمیخواهند که برادران آنها ما رو تماشا کنند. اگر میخواستند لایک میموندند تا اینکه تماشابین زیاد شود. و بیایید یک کمی انتظار میشویم همه آنهایی که هستند لایک هاشان میمانند تا که برابری خودتان به چشمانتان میبینید تماشابینان که مردم زیاد میشوند. یعنی نخود که از 650 نفر از شما 100 نفر و 150 نفر پسند باشد و باقی مانده پسند نیست. و اگر پسند نباشد چرا امروز دانلو اینجا هستند؟ خواهش میکردم از شما همه آنهایی که تماشا میکنید لایک مانید زیر نوار و بعد از آن مدیراتورها نوشته کنند چند تا لایک است و چند تا تماشابین حداقل برابر شود ما دوام دهیم. راضی هستید اما؟ بله بله. البته ما از این لایک شما یگان درآمد نمیگیریم، فقط از روی معلومات ها همین است که اگر لایک مونه دیگرها هم تماشا میکردین. همین پیشتر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بلغوا عنی ولو آیه، از من یک آیت باشدم به مردم رسانید. اگر شما در زمانی پیشتر زندگی میکردید باید آن سخنهایی که شنیدید برده میرسانیدید با آنهایی که نشنیدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم لیبلغ الشاهد منکم الغایب گفتن، آدمی که شاهد است در صحبت من به آدمهایی که غایب است این سخن برده رساند. گفتن امر است. حاضر یک نوعی رسانیدن همین کلاس و همین پدلیتی و به اصطلاح این چیزا که شما وظیفه خود اجرا میکنید. یک قسمش اجرا میکنند اگه باز همش رو نمیشه اجرا کرده باشد. خب مدیراتورها کجا شدن کنی نوشته کنند چند تماشابین هست و چند به چند کس پسند از برنامه ما. مرحمت دریغ ندارید. الحمدلله یک مراتب زیاد شده اما حالا هم کم است چون تماشابین خیلی زیاد است. خب تماشابین ما علیش ما اثری نو دوباره وارد شوید، چون که شما وقتی وارد شدن آن طلباتی که بود از جانب شما اجرا نکردید، از این خاطر برنامه شما رو بیرون کرده است. من شما رو نمیتونم که وارد کنم. خب محمد علی میکروفونتون رو گرام کنید. مرحمت سوالتون اگر باشد. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صد الحمدلله تین خوبی نوخی؟ شکرانه الله سلامت باشید. صدام یه سوال بود چند برده همون یکی دستفشی هم نایستیم رستی خوشون نایستیم یا خوشون همین شیرینی ها هست یک روز در مسکو در تنشون رقم های 470 473 بسیاری شیرینی ها ده هسته نوشتگی که ای بسیارش ای خوب نوشتگی بروماگی گفتم که یک معلومه دیدین خوردنش هسته یا نیسته در رولت هسته در شیرینی پوچین و خوگن همش هسته. ما آیدی اون مقصد معلومات کافی ندارم. یک نواری داریم به نام ژلاتین خوک، در همون خیلی به همین خیلی مسئله ها اشاره کردگی هستیم. اگر خودی مثلا روغنی خوک یا خودی گوشت خوک مثلا در ترکیبش باشد حرام است. اگر ژلاتینش باشد این مسئله اختلافی هست. یعنی ببینید، یعنی اگر کسی پرهیز کند از شبهه ها بر فایده دینش هست و کسی اگر به شبهه واقع شد به حرام هم واقع میشد. یعنی نمیتونیم 100% حرام هم گفته، یعنی به شبهه مانند است، به حرام هم مانندی دارد، به حلال هم مانندی دارد. بنابراین اون مسئله های می آموزید خودتون. شمسیدین مرحمت خوش آمدید.
салому алайкум ҳазрат. як савол доштем дар бораи ақиқа кардани фарзанд. фаҳмидем ки мисол то 7 ё 14 ё 21 рӯзагӣ бояд карда шавад. агар ки аз ин рӯзҳо гузарад, мисол то ин 21 рӯзагӣ шароит нашуд, мисол баъди 1 моҳ 2 моҳ мешавад ин ақиқаро кардан? ақиқа тибқи суннат рӯзи ҳафтум бояд бошад. 14 ва 21 аз пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам собит нашудааст. ин сухани ҳазрати Оиша модари муъминҳо ҳаст. яъне сухани саҳоба далели муттафақун алайҳ нест. яъне ӯ аз осмон наомадааст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам рӯзи ҳафтумро гуфтанд. яъне рӯзи ҳафтум ақиқа кардан на ба маънои ин ки шумо ба мардум пухта диҳед. рӯзи ҳафтум бояд гӯсфанд забҳ кунед. барои писар 2 гӯсфанд, барои духтар 1 гӯсфанд забҳ кунед ва мӯяшро тарошед. барои писар алал хусус ва барои духтар камтар ихтилоф аст. ба ҳар ҳол тарошидан хуб аст. амиту анҳал ада, азията аз сари кӯдак дур кунед. гуфтан ун мӯи зарарнок аст. яъне ин рӯзи ҳафтум иҷро карда мешавад ин амалҳо. бинобар ин яъне агар рафту имом аҳмада пурсиданд ки қарз гирифта ақиқа кунем иҷозат аст? гуфтам бале. барои он ки ин кӯдаки шумо дар гарави шайтон аст. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки куллу ғулами муртаҳанун биақиқатиҳи. ҳар як ғулом дар гарав аст ба ақиқаш. ақиқа кардед гӯё шумо аз гарав озод кардед. масалан мардум бисёртар мепурсанд ки ба ҳаҷ қарз гирифта равем, ба қурбонӣ қарз гирифта равем, масалан ё ақиқаро қарз гирифта кунем ҳам мепурсанд. лекин масъалаҳои дунё намепурсанд. масалан кредит мегиранд, ипотека мегиранд, барои хона, барои мошин гирифта мегиранд. аммо барои масъалаҳои динӣ ки омад қарз гирифтан мумкин аст ё не? пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки ман ахада амвала нас юриду адааҳа аддаллоҳу анҳу. кадом одаме ки моли мардума гирад, яъне қарз гирад, бо мақсади адо, бо мақсади баргардонидан, аддаллоҳу анҳу, аллоҳ таоло адо мекунад, яъне ёрӣ медиҳад то ин ки баргардонад. ва ман ахада амвала нас юриду итлафаҳа атлафаҳу аллоҳу анҳу. кадом одаме ки моли мардума гирад бо номи қарзу, лекин мақсадаш надоданӣ аст. қарз додаист мегӯяду мегираду баъд наметиҳад. ин маблаға аллоҳ таоло низ ту нобуд мекунад. дар ин байн одаме ки қарз гирифтааст қарздор ва гунаҳкор мемонад. рӯзи қиёмат ҳар як диноре ки гирифт баъд вазнин мешавад, монанди кӯҳ мешавад. саволу ҷавобаш бисёр мушкил мешавад. аз гуноҳҳои одами қарздор гирифта ба аз гуноҳҳои соҳиби пул гирифта ба одами қарздор дода мешавад. савобҳои одами қарздорро гирифта ба одами соҳиби пул дода мешавад. ҳар як одаме ки қарз гирифтааст дар ин дунё қарза намегардонад. барои он ки он одаме ки соҳиби мол аст ё дар зиндон аст ё гуреза ҳаст, имконияти дига ҳам пула рӯёндана надорад, чӣ кор кунад? инам наметиҳад ё инкор мекунад, мегӯяд ман ҳатто қарздор нестам, мегӯяд наъузу биллоҳ. ин аз ҳама новафоӣ ҳаст. рӯзе буд муҳтоҷ шуда омадед, касе надод, ҳамин одам дод. имрӯз акнун мегӯяд ки инкор мекунад. баъзеҳо мегӯяд ман ҳатто ҳичӣ нагирифтам ё ман соф кардам, мегӯяд дурӯғҳо. ин туҳмат аст ва ин мол аст. ӯ бо арақи ҷабин ҷамъ кардааст. як дуюмаш барои шумо додааст, некӣ кардааст. ҳал ҷазаъу лиҳсани илла лиҳсан. магар мукофоти некӣ некӣ нест? бояд қарза гардонед. агар рафту надоред занг занед. мақсад гӯед ки ман айни ҳол надорам, иншоалло бармегардонам гӯед. мардуме ки қарза гирифтан душмани одами қарздодагӣ мешавад. он барои шумо некӣ кард, ҳеҷ гапе надорад. агар имрӯз надодед, бекунам он пул ба шумо насиб намекунад. аз бинитон меборад, аз дигар тараф 10 маротиба 100 маротиба карда аллоҳ мегирад. бо рӯзи қиёмат гуноҳи он одам бар зиммаи шумо бор карда мешавад ва савобҳои шумои он одам мегирад. агар савобҳотон нарасад, гуноҳи ӯ бар зиммаи ҳамин одами қарздор партофта мешавад. сумма туриҳа финнар, сипас ба оташи дӯзах партофта мешавад. яъне ҷои гурез нест. шумо фикр накунед ки имрӯз ӯ бечора шуд, дига пули мана метавонам натиҳам,
خیلی فکر نکنید پولای مردم رو برگردانید. آدمی که به شما نیکی کرده قرض داده است قرض برگردانید. خلاصه میتونید قرض گرفته عقیقه را کنید. ثانی عقیقه معناش اینه که شما به مردم پخته دهید. همون گوسفند مثلا 30 کیلوگرم گوشت کرد بگذار همش خورید، لیکن عقیقه را کنید. برای چی؟ مثال عادیش اگر بچه‌تون در دست یگان آدم گروگان گرفته باشد، بچه‌ت ما گرو گرفتیم فلان مقدار پول بیارو، بچه‌ت گیر گفت، میبرید پول هستگی زمین باشد یافته میبرید و بچه‌تون آزاد کرده گیرام میبید. فرزند شما در گروه شیطان است تا اون روزی که در روز 7 روزگیش عقیقه پخته برای ما ندهید، پخته خودتون خورید بگذار. دادید این کاری خیری شما است. اگر محتاج باشید بگذار همش خوره 1 کیلو نیم کیلو به همسایتون یا خواهرتون یا برادرتون تید، خوب است. نه تید بگذار همش خورید. مراد شریعت برآوردن خون است به نام الله. فهمیدید؟ انشالله فهمیدن، جواب مکمل کردید، مفصل هم شد. یک سوال رو من میخونم چون از یک شاید مادر شاید خواهر اومده رسیده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکا جان همین من 2.5 سال از شوهرم جدا هستم، آیا یعنی از شوهرم برآمدگی هستم، آیا طلاق می شود؟ بینمان پرسیدند. تا طلاق ندهد طلاق نمیشه. شوهر باید طلاق دهد. اگر مادامی که زندگی کردن نداشت، مقصدی زندگی نداشته باشد طلاق دهد. شما هم اگر مقصدی زندگی نداشته باشید طلاق طلب کنید. یعنی نمیتوانید 2 سال با شما زندگی نکردنش این دلیل نیست که شما برای شوهر کنید. اول طلاق گیرید، بعد عده میشینید، بعد شوهر میکنید. والله تعالی اعلم. خب من اینجا تماشابین رو آنهایی که الکی مثلا وارد شدند و سوال دادند از شما خواهش میکنم که دوباره داخل نشوید چون برای دیگران نیز احترام کنیم. بهروز مرحمت شما را گوش میکنیم. سلام علیکم استاد. در برنامه گذشته گفتید که آدمایی که مقصد همین در هر چیز فتوا یا که یگان چینتیان، مثلا در بعضی سوالا را شما جواب دادگی هسته، ما اوجه فهمیدیم بعضی جواب سوالا را. با برادرایی که میپرسن ممکنه که مقصد ما جواب شومتیم، مثلا شما همین جواب سوالا را میفهمیم. اگر نقل را چه خیلی که هست همون خیلی نقل کنید اجازت است، این ثواب است و این واجب هم هست، لیکن تغییرات ندارید. تغییرات در سخن اهل علم کسی که نباشد، یعنی این حتی بعض علما اگر مثلا غیبت کنید، زنید، مالشون رو دزدید میبخشیدن، لیکن فتوا رو از نامشون نقل خطا نکنه، برای اینکه از نام شریعت از نقل باید آدم احتیاط کند. از نام شریعت گپ زدن مشکل است. ما هم در همون صحبتی دویم هم به فکرم بعضی سبق لسان شدگی است. سبق لسان همین که زبان انسان قلب انسان پیش میگذارد، یعنی انسان دیگر چیز گفتن میخواهد و زبانش دیگر چیز میگوید. این چیز حتی در تفسیر جلالین یک سخن علامه محلی را خواندم، جلال الدین محلی را. سبق اللسان هست و سبق القلم هست. سبق قلم یعنی مقصدش دیگر چیز نوشته، زبان است و قلم است دیگر چیز، قلمش دیگر چیز نوشته است. یعنی این کارها میشد، این انسان است. و ما کان ربک نسیا، و پروردگاری تو فراموش خاطر نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز 4 رکعته 2 رکعت خواندن، سلام دادن و آدما نگاه کردن نشستن و همه آدما، بعضی آدما خسته رفت، نماز تمام شد. گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم 2 رکعت خواندن، تمام مادام 2 رکعت خواندن تمام 2 رکعت گفتن برفتن. بعضی آدم‌ها حیران. یک آدم به نام ذوالیدین، این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است، گفت که یا رسول الله اقصرت الصلاه و ام نسیت، یا رسول شما فراموش کردید یا نماز کوتاه شد از جانب الله تعالی، عصر 2 رکعت شد؟ گفتن که نه فراموش کردم نه کوتاه شد. یعنی نه فراموش کردم، فراموش نکردم و نه کوتاه شد. یعنی در نظری پیامبر صلی الله علیه و سلم گویا که پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 رکعت خوانده. بعد دیگر و فی القوم ابوبکر و عمر، در قوم ابوبکر و عمر است، اونها از هیبت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته نمیتونن یا رسول الله نماز 2 رکعت خواندید، یا رسول الله واقعا گپی فلانی راست است، گفته نمیتونن.
اونا بسیار احترام نسبتی پیامبر صلی الله علیه وسلم داشتن. بعد کمتر لحظه پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که اکما یقول ذوالیدین، یا چه خیلی که ذوالیدین میگه همین خیلی است، یا راست میگه. گفتن یعنی دو رکعت خواندم. میگن بله یا رسول الله دو رکعت خوانده. گفتن که بعد خیلی دو رکعت دیگر خوانده دادن. ثانی سجده سهو کردن، دو جمع دو 4 شد. بعد گفتن که من هم آدم هستم، انسا کما تنسون، فراموش میکنم چه خیلی که شما هم فراموش میکنید. یعنی در صحبت گذشته من تمام انواع ماهی ها حرام است گفتیم، به جای اینکه گویم که حلال است. و امید میکنم که بعضی مثلا شخصیت هایی که دشمنی دارن نگیرن با گویم که ماهی حلال حرام کرد گفته، حلال الله حرام کرد گفته چی نکنند. و مقصد اون سبق لسان شده است، چون که رفت جمله اگر گوش کنید میفهمید که خطاگی شدگی است، یعنی سهوا شدگی است. خلاصه یعنی که وقتی که سخن میرسانید احتیاطکارانه رسانید، چون که این نقل از نام الله و رسول است. بله برادران، این دیگر علم ها نیست که خطاگیش بسیط باشه. علم شریعت وزنین است، مسئولیتش وزنین است. عذر دو سوال شد. الله از شما راضی باشه دوستان. سلامت باشید. سلامت باشید بیروز. خب سوال دومشون هم ما نشوندیم، به هر حال میکروفونشان گیران نبود. خب طاهر شما نیز خطا داخل شدید، از این خاطر ما شما را نمیتونیم پیوست کنیم. دوباره داخل شوید و وقتی که میپرسد از شما پیش از داخل شدن، پیش از وارد شدن، آنجا رزرشی نمیگوید. برای میکروفونتان باید شما اجازت دهید. تا اجازت ندهید شما داخل شدن نمیتوانید. از این خاطر دوباره وارد شوید. خب مرحمت اینجا محمود واردی برنامه مشتند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و برکاته. رحمت به شما برادران. همچون از خاطر الله ما شما را ناز می‌بینیم. برادر اکمل، برادر سوراب، من میخوام فردا روز قیامت درباره پیغمبر شما هم باشیم. در مقصد من دو سوال دارم. یکم سوالی من یکی من زن دارم، صاحب 4 فرزند. من قطعی یک دختره گرد میزنم، امو را ناز میبینم، میخوام از شما سوال بپرسم که امو را ما بگیرم نگیرم چه خیلی کنم از شما. دیم سوال من یکی درباره جین. مقصد همین جین، مثال ما خود مسکو دایم یا آدم میگه تاجیکستان دایم. مثال همین جین ما قطعی همو گابزا میتونم. مقصد که مثال میگه که جینا با جینا گاب میزنن، من مثال پیش یک کارگر میرم، مثال میگه که جین قطعی مثال همین جین میتونه که مثال همین کارهای تر کارات پیش بردن نتونیده. مقصد مثال میره کارخانه دا کار میکنی، مثال قطعی هم خزان گاب میزنی، مثال جینی تو میگه قطعی گاب میزنه، او را بیرون میکنه که همین آدم مثال کار دانه یک کار میکنه که کارات برار نمیگیره. مقصد رحمت برای مثال چی کنم؟ احبک الله الذی احببتنا من اجله. الله تعالی دوست دارد شما را که ما را در راه او دوست داشت. این یعنی که جوابی پیامبر صلی الله علیه و سلم که اگر کسی به شما گفت که من شما را در راه الله تعالی دوست می‌دارم، گفت شما جواب گردون که احبک الله الذی احببتنا فیه. دوست دارد الله تعالی که در راه او تو ما را دوست داشته. این جوابی دعایتان است. و مسئله اولی که گفتید که همسر دارید و فرزند دارید و با میخواهید دیگر زن گیرید، بله شریعت این اجازت داده است. و حضرت عایشه هم رضی الله عنها گفتند که تزوجوا النساء یاتینکم بالاموال، شما زنها را خانه‌دار شوید که به نزد شما با مالها می بیایند، یعنی دیگر خانه‌دار شوید. و در صحیح بخاری آمده است که حضرت عبدالله ابن عباس هم گفتند که تزوجوا فإن خیر هذه الامه اکثرهم نساء، شما خانه‌دار شوید که بهترین امت سیر زنه بود، یعنی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. ولیکن ما حقی از 4 زن زیاد گرفتن نداریم، برای آنکه الله تعالی فقط 4 اجازه داد. آنه که پیامبر صلی الله علیه وسلم 9 زن گرفتن در یک وقت،
این خاص برای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، من دون المؤمنین، یعنی این از خصوصیات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. سپس اون زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان کس نگفت که با الله برای پیامبر خاص یعنی بسیار زنی اجازه داده. اون زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا از 55 ساله بزرگ بود، اکثریتش 60 ساله 62 ساله زنهای پیران سال بود و یتیم داشت. یعنی که آدمی که زن باز است زنی 60 ساله نمیگیرد. اون پیامبر صلی الله علیه و سلم با بعض مقصدهای شریعتی سیاسی بعضی زنهایشان را گرفتن. یگانه دختری که خانه‌دار شدن این حضرت عایشه رضی الله عنها بود، یا دختر دیگر مونده که همش بیوه‌های صاحبی فرزند و بیوه‌های 39 سالش رفته بود. بنابراین یگان کافرهای مکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم سحرگر گفتن، دیوانه گفتن، شاعر گفتن، هرچی تهمت ها کردن، لیکن زنباز نگفتن. با وجود اینکه حضرت عایشه در سن 9 سالگیش خانه‌دار شد، یگان عربی مشرک دشمنای سرسختی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر علیه السلام رو مذمت نکرد، برای اینکه این یگان صفتی بد نبود. زنی زیاد داشتن. برعکس وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند، آنهایی که از 4 زن زیاد داشتن گفتن که از 4 زیادیدش طلاق ده گفتن. یعنی اسلام آمده مردم رو به 2 زنگی و 3 زنگی ترغیب نکرد، بلکه از 3 زنگی به 4 زنگی فراورد. مردم بسیار بیعدد زن میگرفتن. شما کتاب ها را خوانید، در مردم خیتای ایران زمین پیش از آمدن اسلام چند تاگی زن داشتن. حالا هم در بعض قاره های افریقا فقط مسلمان ها 4 زن داشتین، اما غیر مسلمان ها همش بیعدد زن داشتین از سبب زیاد بودن زن. بنابراین یعنی این امر شریعت است و امر الله تعالی است. حتی الله تعالی در سوره نساء گفت که شما 2 یا 3 یا 4 خانه‌دار شوید، اگر نتوانید بعد 1 خانه‌دار شوید. یعنی اصلا باید انسان سرزنه باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، راست ایستاده نماز خوان، اگر راست ایستاده نتوانی بعد نشسته خوان، اگر نشسته نتوانی فعلى جنب، بعد تکیه و پهلویت نماز خوان. الله تعالی میگه که 2 زنگیر 3 زنگیر 4 زنگیر، اگر نتوانستی بعد 1 زنگیر. فهمیدید؟ برای همین یعنی که این چیزی که الله و رسول گفته است، خواهران و مادران یعنی خفه نشوید، این به فایده شما است. اگر شما امروز شوهر داشته باشید، دیگر خواهران شما شبها در عذاب و در مشقت بیشوهری عذاب دارند. یعنی شریعت این چیزای رعایت کرده، این حکمت‌هاش بزرگ است. این همون زنی میفهمد که شوهرش وفات کرده است، همون زنی میفهمد که سالها به شوهر زندگی میکنه، همون زنی میفهمد که شوهرش در زندان است، در مهاجرت هست. بعد میفهمد که 4 شب باشدم 1 مرتبه باشدم شوهرم در نزدم باشد. میگه الله تعالی مرد و زن به هم دیگر محتاج آفریده است. ما برای شما از نفس شما همسری شما را آفریدیم لتسکنوا الیها، تا اینکه در نزد او آرام گیرید. گفت این حکمت های زیاده را کسی به شریعت تعارض اعتراض بیان میکنه، میگم برای چی شریعت به 2 زنگی و 3 زنگی اجازه داده است؟ این کفر است. این کار را نکنید، به ضد شریعت نبرید برادر و خواهرای عزیز. این یه فرد یه روز میشید که محتاج میشید، بعد میدونید که شریعت برای چی امر کرده است. هر کسی که از شریعت انتقاد کنه او کافر میشد. با الله تعالی همین خیل مصیبت و بلای در سرش میآورد که بعد هر روز پشیمانی به این گفته و به این اعتراضش بیان میکنه. دوملا یک چیزی دیگه رو من اینجا واضح تر کنم. در سوالشان بود که باز یک زن صحبت میکنم، یعنی که شاید منظورشان صحبت کردن با زن بدون نکاح باشد. خب اینجا هستید محمود؟ درست گفتم؟ بله بله. مقصد خواستگاری کنید، خیلی چی نکنید، وقت ضایع کرده بسیار سخنهای فحش و بیهودگی و نرود. نه مقصد که یوزی من مثال چه بگم بیوژه ندارم، نه که هم آدم ما ناز میبینم، او آدم مرا ناز میبینه. مثال
میشم مقصدم بیایید کوتاه کنیم برادر عزیز محمود، کوتاه‌تر کنیم. یعنی که صحبت دور و دراز داملا آیا ممکن است نکاح نکرده با زنی که فقط به تلفنی گپ میزنند و نیت دارند که گویا که به زنی میگیرند؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ما اعلم للمتحابین مثل النکاح، من برای دو شخص عاشق یگان دوا را نمیدانم مثل نکاح گفتم. بهترین دوای عاشق‌ها نکاح است، بنابراین به نکاح شتابید. سخن زیاد نکرده. تمام. خب تشکر زیاد برادر عزیز محمود، الله از شما راضی باشد. تشکر. سوال دیومتون چی بود؟ سوال دیگه درباره جین بود. جین مثال یه آدم گپ زنه میگه که اگر دیگر کس در نوبت نباشد به سوال جین جواب گویم. اگر کوتاه جواب گویید، چون که بسیاری برادرای ما در داخل برنامه هستند، 12 نفر تقریبا، همه میگویند که نوبت ما میرسد. نه مقصد که هم ضروره جین این بعضی آدم ها جین کی دیده است، جین کی قپیده است گفته. اون روز درباره جین کسی سوال داد جواب گفته بودیم، اعتراض بیان کردیان، تنقید کردیان. کسی که تنقید میکند به همه ها جین میدراید غالبا، بعد عذاب جینداری رو میچشد. بسیار آدم ها نه به الله اعتقاد داشتند، ما به چشممون دیدیم، نه به جنت و دوزخ اعتقاد داشتند. جین در آمد به زانوی ادب آورده شدند. مثلا داملو یک کاری کنید که این جن بیکار کنید، مثلا برارید، گفته التماس میکرده. این ببینید وقتی که انسان تولد شد گریه میکند، انا همون ضربه شیطان است. شیطان میداره یک جنی قرین هست، در هر یک آدم جن دارد در داخلش. او در رگ خونگرد انسان میگردد، او هر معلومات شما رو به دیگر جنها گاه خبر میکشد. بنابراین جنهای بیگانه یا فالبین‌ها یا سحرگرها، جادوگرها به واسطه این جن شما از شما معلومات رو میگیرد. خلاصه الله تعالی از سوره به نام سوره جن نازل کرد و در سوره زاریات هم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جنها و انسانها را فقط تنها برای مرا یگانه پرستش کردن آفریدم گفت. و در سوره رحمان هم لم یطمثن انس، نه به حور جنت نه جنها رسیده است نه انسانها گفت. یعنی جن در چند جای قرآن ذکر شده است. کسی اگر به جن ایمان نداره کافر میشه، چون که و من رد حکم الکتاب کان من الکافرین. امام طحاوی عقیده امام ابو حنیفه و امام قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی مذهب حنفی را بیان کرده گفتند که و من رد حکم الکتاب کان من الکافرین، کسی که حکم قرآن رد کنه او کافر است. گفتند قرآن یک چیز میگه، شما علیه قرآن گپ میزنید، بر مقابل قرآن گپ زدید کافر میشید. قرآن جن هست میگه، شما جن نیست میگید، کافر میشید. بنابراین در این مسئله خوف نکنید، یعنی بدون دلیل بدون علم صحبت نکنید. خلاصه اون برادرایی که با خواندن جن مشغول هستند، رقیه خان و جن خانشان میگن، از الله تعالی ترسید برادرای عزیز. بسیارشان گرفتار فتنه های زنها، گرفتار فتنه های جن ها شدن. بعضیش اولش این که علمی مکمل ندارد، صاحب علم عقیده، علم فقه، علم تفسیر و حدیث باید باشد. پیشینه عالم ها یگان تی آنها جن خان نام نداشتند، رقیه خان نام نداشتند، بله قاضی بودن، امام مسجد بودن، عالم بودن، درس میگفتن. گاه یک آدم محتاج شده بیاد یک دو آیت میخواندن تا اینکه همین جنش براید. ببینه امام احمد آمدن گفتن که یک جن، مقصد به یک آدم جن در آمده سامونه چیکار کنم؟ گفتن کفششون دادن، سبحان الله، پای افضل دادن. گفتن رفته همین گوید که با همین کفش امام احمد میزنیم برو. یعنی که جن ها ترسید برآمد از هیبت امام احمد، این رفته نخوندن حتی. لیکن این گپایی که مقصد جن شما در روسیه و از تاجیکستان استاد قطیش گپ میزند، این چیزا اهمیت ندیتون. برادرایی که رقیه میخوانید اولش این که از الله تعالی ترسید، علم آموزید، علم عقیده آموزید، زنها رو مثلا به عورت و به فرنجی و به حضور محرمش نخوانید. دویمش این که اینقدر با جنها صحبت نکنید.
برای اینکه در این هم فتنه این که شما گویا که یک اولیا هستید که جنهای به گپ در آوردید، این از شما نیست، این از بزرگی قرآن است. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. الله تعالی میگه که ما این قرآن اگر به کوه نازل کنیم کوه پاره پاره میدیدی. پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر به پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن نازل شد در بالای شتر باشن شتر هلاک میشد. این سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به شما قولی وزنین نازل کردیم. قرآن در سوره مزمل میگه الله تعالی. یعنی این از بزرگی شما نیست وقتی که دو آیت میخونه جن به سخن میدراید و جن از زبانی کسل گپ میزنه، این به دلالت به بزرگی شما و به فضیلت شما نمیکنه. ای رقیه خان محترم، این دلالت به بزرگی قرآن میکنه که او کلام الله است. بنابراین بسیارتر به جن گپ نزنید. جنها دروغگوی هستند، جنها از چشم شما غایب هستند. حتی بعضی رقیه خانها، بعضی کسل هایی که جنش گپ میزند گرام میگشتین همراه خود. مقصد به خانه دیگر بیمارها میرن، این بیمارا میگن که بینچی در این جن دارد یا ندارد. استغاثه با جن کفر است، یاری پرسیدن از جن این کفر است. بنابراین به سخنهای جنها 100% باور کردن نمیشه. جنها دروغچی هستند. بعضی جنها مثلا میگه که تو برای چی به این زن در آمدی؟ میگه که من مثلا قیسینگلش فرستانید، یا مثلا زن دویومش فرستانید، یا خالش فرستانید، یا عمش فرستانید. خلاصه جنگ میاندازن بین خویشاوندها. بنابراین سخنهای جنها یعنی موردی قبول و اعتماد نیست. برادرای عزیز احتیاط باشید. آنهایی که جن میخوانید مقصد بسیارتر کتابهای عقیده خوانید، درس گیرید، علم آموزید. بدون علم به این میدان وارد نشوید. چقدر آدمهای رقیه خان بودن که گمراه شدن یا بیمار شدن خودشان، جن برای آنها سلطان و حاکم شد. بنابراین احتیاط کنید. اون بعضی کتابایی که درباره رقیه هست میگه که اول خانه خوان، اول خودت رقیه کن پیش از اون که بیمار رقیه میکنی. خانه که رقیه میخوانی اونجای رقیه کن، خودت رقیه کن. چند جاهای یک به یک داملا گفته دادم، داملا میگم که اکثریتش بی پول بود است کو میگم. یعنی که خودت رقیه میکنی بی پول، خانه رقیه میکنی بی پول. با هم خیلی چند چه ها داشت. مقصد یعنی که از این کارها پرهیز کنید برادرها، احتیاط کنید. خب خیلی خوب، واقعا درس خیلی خوب هم شد. داملا ما از نگاه میکنم که از 1000 نفر زیاد شدیم، اما اینجا برای من در شخصی می نویسند، مدیراتورها می نویسند که مردم تا حاضر دوست نداشتند برنامه ما، یعنی لایک ها خیلی کم بود است. از این خاطر خواهش میکردم از شما اگر فراموش کرده باشد، اکثریت شاید فراموش میکنند، چنانه که حضور شما گفتید. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که فراموش نکردم، اما گویا که نماز را نخوانده بودند، گویا که یعنی فراموش نکردند چنانه که خودشان گفتند. امروز مردم خودی حاضر فکر میکنند که من لایک موندم، اما شاید نموندید. برای یک بار با خبر باشید، لایک مونید تا که تماشابین زیاد شوند، هم فایده میبرید هم شما نباشد یک کمتر خوانیم از کتاب. زنگ ها خیلی زیاد است و اگر یک دو نفر در شخصی شما نیز روان کردند که وقتی ما خیلی ناوقت شده است و من سوال فوری دارم، من اونها رو پیوست کنم و بعدا انشاءالله باز باشد. ابو اسامه شما رو مرحمت در افیر مستقیم هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بلندتر گپ زنید، سوالتان رو گویید و اگر بعد از کوتاه سوال گویید و خودتان بیرون شد انگیرید. برادر عزیز خوش آمدید میگم شما را. رحمت. حضرت ما در مورد سوره مائده و آیت 3 سوال کردن بودیم که انا امروز بسیار علما و طالب علم وقتی همین آیت در مورد بدعت دلیل میگیرن، بعدا اهل بدعت میگن که این آیت آخران آیت نیست. چرا الله تعالی میگن یه روز دین شما را کامل کردم، انا اهل بدعت میگن آخران آیت نیست. بعد این بود بسیار آیت آمد میگن از اینجا دلیل گرفته نمیشه که این آیت اخیران آیت باشه و دین ما 100% مقصد کامل باشه. یعنی که میگه در دین ما بدعت حسنه در آوردن یعنی جایزه. در همین مورد حضرت یک روشنی میدوختیم. مسئله بدعت و بدعت حسنه و بدعت سیئه این مسئله اصولی هست. حتی بعضی علماهای کبار در این باره خوض کردند،
یعنی سخن گفتند و سخنی دراز هم گفتند، بعضش سخنهای بی دلیل، بعضش دلیل هایی که دلیل های کج. یعنی شاید یک موضوع مستقل میکردیم درباره بدعت. یک کتاب است قواعد معرفت البدع، قاعده های شناختن بدعت. مثلا اونجا 100 قاعده باشد، اقلا 10 قاعده مشهورش گرفته یک درس میکردیم تا اینکه برای همه معلوم میشد که کدام کارها بدعت است. عموما این بدعت محلش وسیع است. بدعت حسنه، بعضی بدعت های حسنه میگن، مثلا دانشگاه های امروزه بدعت حسنه میگن، و بدعت هم نیست اصلا. مثلا در دانشگاه درس خواندن این بدعت هم نیست. مثلا میکروفون قدی گپ زدن این بدعت نیست. یعنی بدعتی که این اصل شرعی دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم راست ایستاده برآمد میکردند و به یک ستون مانند یک درخت خرما بود، بریده بود، یعنی نصف تنش بریده بود، به همان تکیه کرده صحبت میکردن. بعد یک زنه گفت که یا رسول الله، من یک خدمتگار دارم، نجار است، دوریدگر است، اگر اجازت باشد برای شما یک منبر سازد. گفت منبر از کلمه نبرون گرفته شده، معناش آواز است. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازت دادن که منبر ساخته شود. منبر 3 زینه داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم به بالاترینش برآمده سخن میکردن تا اینکه آواز پیامبر صلی الله علیه و سلم به همه جا رسد. امروز که بلندگویک ها برآمد، این بدعت نیست برادر، این اصل شرعی دارد. این بدعت حسنه گفت، یعنی که این خلاف های لفظی هست. یعنی دو آدم دو گپ میگه دو، لیکن معناش یک گپ است. این بدعت نیست، این اصل شرعی دارد. همین نه بدعت حسنه میگن، بدعت نیک میگن. این بدعت اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم و کل بدعت ضلاله گفتن، تمام بدعت ها ضلالت هستند. یعنی بعضی آدم ها چیزی بدعت نبوده رو بدعت گفته ایستاده، بعد میبیند که کاری خوب است بدعت حسنه میگد. نه، این خیلی نه. بدعت که شد و علاقه ضلالت میشد. لیکن بعضی چیزایی که آدم ها بدعت میگن، من یوتیوب بدعت است، ماشین بدعت است، نبرود گپ نزن گفته میگن. آخه این دلالت به بیسوادی همین آدمایی که همین گپ میگن. اینها کل بدعت ضلاله، یعنی در مسئله های شریعت از پیش خودتان یگان عبادت پیدا نمیکنید. الاصل فی العبادت المنع و التوقیف، و اصلا عبادت ها توقیفی است. یگان بیایید مثلا روزی چهارشنبه ساعت 11 یک عبادتی مخصوص تشکیل میکنیم، روزی جمعه ساعت 1 مثلا نماز جمعه باشد، ما روزی چهارشنبه عبادتی دیگر تشکیل میکنیم. این بدعت است. یعنی از پیش خود ما چیزی که قرآن و سنت نگفته است یا عبادتی نو تشکیل کنیم، این بدعت است. ما باید هر چیزی که در شریعت هست و در اصول شریعت هست همون اجرا کنیم. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا جنگ ها میکردن با مشرک ها. وقتی که جنگ احزاب شد، مردم عرب بادیه نشین، صحرا نشین، یعنی در ترقیات از مردم ایران زمین پشت مانده بودند. در اون زمانه ها مردم ایران زمین ترقیات داشت، پیشروی داشت. سلمان فارسی از ایران است، فارسی زبان بود. وقتی که بر مخالف 1,500 مسلمان ها 10,000 نفر مشرک های مکه، یهود، نصارای نجران جمع آوری کرده هجوم کردنی شدن، پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابه مصلحت کردن چیکار کنیم؟ حضرت سلمان فارسی مصلحت دادن، یا رسول الله ان اذا خفنا العدو تخندقنا، یا رسول الله ما اگر از دشمن ترسیم خندق میکافتیم. گفتن یعنی ما مردم ایران زمین فارسی زبان ها اگر از دشمن ترسیم بین خود و بین دشمن خندق میکاویم. خندق یک چقوریه که اسب جهیده نمیتوند به اون طرف گذشته. اگر می افتد به داخل چقوری، اگر که به داخل چقوری افتید دیگه برآمده نمیتواند و از بالا با کمان میزنید. این نسبت مردم مدینه این ناویگری بود، این بدعت بود. یعنی که گویم اگر به زبان لغوی بدعتی لغوی چیزی نو بود، پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم ترقیات قبول داشتن. از راست ایستاده گپ زدن به بالای منبر برآمده گپ زدن یعنی که ترقیات بود. من امروز ما پیشتر در مسجد برآمد میکردیم 1000 نفر روزهای جمعه اشتراک میکرد، در نمازهای 5 وقته 100 نفر اشتراک میکرد. دیگه امروز که از مسجد ما منع کردن، مجبور هستیم دیگر در همین جا گپ زنیم، وظیفه ما ادا کنیم، تبلیغ شریعت کنیم. مکه
پیامبر صلی الله علیه و سلم من کرد از تبلیغ شریعت، آمدن در مدینه دوام دادن کارشونه و تا امروز دینشان باقی ماند و این دین الله تعالی تا روز قیامت باقی میمونه. بنابراین ترقیات قبول کردن این بدعت نیست، ماشین سوار شدن این بدعت نیست. الله تعالی در قرآن که و یخلق ما لا تعلمون، الله تعالی با دیگر مخلوقات حال می آفرد که شما نمیدونید. امروز شما شتر سوار میشید، اسب سوار میشید، خچیر سوار میشید، لیکن الله تعالی حال با یک چیزای دیگر می آفرد که شما نمیدونید. این بدعت نیست، این آمدگی است در قرآن و سنت. بله اگر که به قول شما امروز گفته گذاشتید میکروفون ها رو در بعضی ما هم میشنویم از دور می آید میکروفون ها و یا این گونه یک تجهیزات الکترونیکی امروز ببینید شما پیشتر تلویزیون ها رو فقط در انما محله هاتون تماشا میکردید یا اینکه در شهرتون تماشا میکردید. امروز الحمدلله همین یوتیوب هم مثل تلویزیون است، باور کنید. و چقدر معلوماتی که شما شاید در تلویزیون امروز گرفته نمیتونید الحمدلله برایتان مهیا شده است. و اینجا مدیراتور می نویسند از 1200-300 نفر شدید اما لایکتون 700، حداقل 1000 تا شود و ما یک زنگ دیگری داخلی داریم اونو قبول کنیم. فراموش کرده باشید لایک مونید، طرز ماندنش رو به فکرم همگان میدونند. و آنهایی که مثلا اینجا یک سوال شد در داخل شرح سوال شد که می گفتید به من سوال کردن، شخصا به من سوال کردن، من خواندم سوال شما رو برادر عزیز. آیا شبکه روش تیوی شبکه ممنوع شده نباشد؟ ما از لایک موندن میترسیم. اکمل جان گفته زیر شهر نوشته کردن. و شما این لحظه ها تماشابین گرامی ما از 1200-1300 نفر زیاد هستید و اگر هر یک از شما لایک مونید و اگر به شرطاً اگر گویم حتی شرطاً ممنوع باشد هم، هر یکی شما را چند زندان باید ساخته شود که گرفته برده شود. یعنی اون زندان ها جای ندارد که همه شما را جایگیر کند در داخلش. یعنی روشن فکر شوید تماشابین عزیز. یعنی کم کم یک چیزی که به قول خودمون میگویم لوگیک است و آن را کم کم از آن استفاده بریم، چون هر یکی ما عقلی فراهم داریم الحمدلله. به همین خاطر نترسید از این مثلا ماندنی لایک و لایک شما رو هیچ کس دیده نمیتونه در داخل یوتیوب. این غیر امکان است، حتی ما دیده نمیتونیم صاحبان کانال. از این خاطر بی تشویش بی ترس برای زیاد شدن مردم شما دستگیری کنید کانال های شبکه های ما را. و خب مدیراتور نوشته کنید چقدر شد و افیر ما مستقیم است، شما ما رو مستقیم تماشا میکنید. بعد از گفته های ما شاید یگان دیگرگونی شد. اینجا یک برادر دانلو سفر نام دارند، چندین بار از شما سوال کردن. میکروفونتان رو گیران کنید. سفر سعید و مرحمت سوالتان. سفر مرحمت سوالتان ما شما رو گوش میکنیم. خب تا داخل شدن مسجد مرحمت سوال شما. یک بار دیگر سلام علیکم به هر دوتان برادرها. و علیکم السلام و رحمت الله. من با دو سوال دادم به هر دوش جواب گرفتم رحمت کلان. یک درخواست داشتم، عین حال خواستم از افیر برآمده روم. کمی از همون سوال من کدام به شما نویس یکم جواب داده. من یک درخواست داشتم، اگر میخواستم فهمم که اگر شما مشاهده کرده باشید بسیار چندین وقت با شما تماس میگیرن، همه مثال محکم است، هیچ که به چهره نمیبراید با همراه شما صحبت. اگر شما با ما میفهماندید که همین حرکت های شما یا که با دیگر همین ماها مثال ما میتوانیم شما رو با لایک و با پادپیست و با دیگر چی کمک کنیم، این کمک نمیشد و همچون دست درازی کنیم، مثال
یا که من میبینم در همه جا آدما در استوریاشون میمونن از دیگر شیخ‌ها، ملاها و یا ویدیو نه که از شماها کم میبینم. اگر خواستید من یگان وای ندارم، اگر که مثال خواستید جواب نخواهید میتوانید جواب نگویید. تشکر برادر عزیز. به حرکت و به همین ویای شما حالا به همه ما معلوم است که وضعیت در تاجیکستان چگونه است. برای یک چیز ناچیز انده که آدم‌ها رو جریمه میشن یا وای میشن، میخواستیم که با فردا به حضور خانه ریم. خب تشکر برادر عزیز مسچاف. انشالله شما را فهمیدیم. دما یگان گفتنی اگر داشته باشید برای برادر بفرمایید. چون واقعا مردم ما گاهی می شود که سخنهای الله تعالی را و گاهی می شود که من هم بعضی ترجمه های آیت های قرآن را میمانم، بعضی ها میترسند، میگویند که تو قرآن را معنایش را میگویی برای مردم. یعنی من از خودم نمیگویم که دوملا، من قرآن ترجمه معنایش را از کتاب ها میخوانم تا که برای مردم آسان شود. امروز ببینید که ترجمه معنای قرآن را دانستن مگر گناه است؟ اگر گناه باشد. بله، اگر یگان زنگ دیگر نباشد از صحیح بخاری یک جمله میخوانیم. باز انشالله زنگ ها رو قبول میکنیم برادران. زنگ ها هست، مرحمت بیایید یک حدیث میگوید و بعد از آن انشالله دوام میدیم صحبت. ما اصلا برادران عزیز درس داشتیم در مدت این 2 سال در یوتیوب، درس ها ما نشر میشود و امروز که مقصد درس در یوتیوب به طریق یعنی افیری زنده تشکیل کردیم، ما باید هم درس ها هم گذاریم. لیکن وقتی که میبینم که حاجت مردم به سوال های زیاد دارند و میخواهم به سوال هاشون جواب گیرند، بنابراین زیر فرامدن در رغبت مردم به اکثری وقت های من را به جواب دادن میگذارانیم. لیکن باید از کتاب های بزرگان ملت خود باید بخوانیم و خیلی که همگان با خبر هستید ما چندین سال است که شرح صحیح بخاری داریم. بنابراین امروز یک 10 دقیقه از کتاب صحیح بخاری برای شما شرح و معنی میگویم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، امام ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم بخاری امیر مؤمنان در علم حدیث در کتاب صحیح خود که مشهور با صحیح بخاری است گفتند که بسم الله الرحمن الرحیم کتاب العلم، به نام الله که یکی از نامهای الله تعالی رحمان است و یکی از نامهاش رحیم است، گفته کتاب علم را شروع کردم. کتاب علم این سیومین کتاب در صحیح بخاری است. کتاب صحیح بخاری دارای 97 کتاب است، یعنی در داخل صحیح بخاری 97 کتاب دیگر هست و کتاب اولینش کتاب بدء الوحی، کتاب آغاز وحی، چگونه وحی و پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده، اینکه این شریعت از کجا آمد. درباره آمدن وحی 7 حدیث روایت کردن که این ما سالهای 2010 در مسجد جامع عرب‌های شهر کانیبادام شرح داده هستیم. نوارهای چیش آوازش صدایش هست در بیان و شاید به نزدیکی نوارهای ویدیوهیش هم نفراید انشالله. بعد از آن بعد الوحی کتاب ایمان بود که 2 سال پیش، سبحان الله امروز تاریخش نگاه کردم که 2 سال پیش شروع کرده بودیم و در یکی از درس ها گفته بودیم که اگر هر روزم یه حدیث شرح دهیم عمری ما به تمام کردن کتاب بخاری نمی رسید است. اگر هر روز یه حدیث شرحیم، در بین 2 سال از بین گذشته. سال 2021 کتاب ایمان شروع کرده بودیم، حالا هم کتاب ایمان تمام نشده است، لیکن امروز به مناسبت ابتدای سال خوانشی نو
کتاب علم رو میخوانیم برای اینکه از کتاب ایمان خیلی شرح و معنی گفتیم و در بین مثلا کتاب قربانی، کتاب رمضان، کتاب زکات، بعضی از کتاب آداب، از بعضی جاها به هر مناسبت ها شرح گفتگی هستیم. البته ما نتونستیم طبق ترتیب شرح دهیم برای همین خیلی ضرورت ها. بنابراین امروز کتاب علم را آغاز میکنیم به شرحش. کتاب علم 75 حدیث دارد. امام بخاری در زیر این کتاب، یعنی کتاب علم، 75 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم آیید علم آوردن. ببینید اول کتابی بعد الوحی آوردن، بعد از آن کتاب ایمانه. اول کتابی بعد الوحی برای اینکه این کتاب از کجا آمدگی است، سرچشمه این دین مقدس اسلام از کجا است. این فکری آدمیزاد نیست، این از آسمان آمدگی است، از پیش الله تعالی. دومینش کتاب ایمان، برای اینکه آدم ایمان نداشته باشد درخت شنانیدگیش هم فایده ندارد. چخیلی که در ابتدای کتاب ایمان فضیلت ایمان رو بیان کردیم، میتونید به اول کتاب ایمان برگردید. برای اینکه آدم ایمان نداشته باشد نمازش هم قبول نه، خیرش هم قبول نه، صدقه جاریش هم قبول نه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به باغ ام معبد در آمدن گفتن که من غرس هذه الاشجار یا النخله، گفتن که ای ام معبد این درختها رو کی شنانده است، مسلمان یا کافر؟ بعد حضرت ام معبد گفتن که یا رسول الله این درختها رو مسلمان شنانده است. بعد گفتن که هر درختی که مسلمان میشناند یا زراعتی که میکند، خواه از وی انسان خورد، خواه پرنده خورد، خواه حیوان خورد، مگر روز قیامت برای او صدقه نوشته میشد. یعنی اجر میگیرد، ثواب میگیرد برای درخت شناندگیش، به شرطی که مسلمان باشد. بعد در آنجا قصه حاتم طایی را ذکر کردیم که بسیار خیر و سخاوت داشت ولی از دنیا کافر گذشته بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به فرزندانش گفتند که اگر پدرت ایمان می‌داشت ما برای او رحمت می‌فرستانیدیم، چون که کارهای پدرت طبق شریعت بود ولی ایمان به الله تعالی نه آورد. بنابراین امام بخاری اول کتاب ایمان آوردن، بعد الوحی. بعد از آن کتاب العلم گفتن، کتاب درباره علم. پیش از آن که طهارت و نماز و روزه و زکات و دیگر عبادت ها، طلاق و نکاح و خرید و فروش و دیگر امرهای ضروری را فهمانن، آداب و دیگر را کتاب العلم، کتاب درباره علم. یعنی علم چی مرتبه دارد، چی فضیلت دارد، تا اینکه در ذهن خواننده و مسلمان ها بزرگی علم را جای کنند، داند این علم چقدر مرتبه دارد. بعد گفتن که باب فضل العلم، باب درباره فضیلت علم، چی مرتبه دارد، چی فضیلت دارد، چی برتری دارد از دیگر عبادت ها. و قول الله تعالی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. و قول الله تعالی، یک آیت آوردن، الله تعالی در سوره مجادله میگوید که الله سبحانه و تعالی مرتبه آن مؤمن هایی که علم داده شدن بالا میبردارد. یعنی هم مرتبه معنوی هم مرتبه حسی. مرتبه حسیش در جنت مرتبه اهل علم از مرتبه مسلمانی عامی بلند است و در دنیای مرتبه معنوی هست. یعنی معنوان آدمی علمدار مرتبهش بلند است از آدمی که علم ندارد. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، آنهایی که علم داده شدن از مسلمان ها الله تعالی درجه های آنها رو میبردارد و الله تعالی به هر کاری که میکنید خبیر است، با خبر است. و این چنین گفتن که و قوله عز وجل و قل رب زدنی علما، و این چنین قول الله تعالی که الله تعالی که بگو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رب زدنی علما، پروردگارا علمی مرا زیاده گردان. حافظ ابن حجر در شرح این در کتاب فتح الباری گفتند که و این آیت بسیار واضح الدلاله، بسیار دلالتش واضح به فضیلت علم میکند که الله تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد شوی چیزی را در قرآن امر نکرد غیر علم. یعنی نگفت که ای پیغمبر از الله تعالی بپرس که عمرت دراز شود، مالت زیاد شود، فرزندهات زیاد شود، این خیلی چیزها رو نگفت. و قل رب زدنی علما، ای پیغمبر، ای امتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگو، یعنی از الله تعالی دعا کن رب زدنی علما، پروردگارا علم مرا زیاده گردان. این دین مقدس اسلام دین علم است برادرها. پیش از آن که 10 سال پیش
به نماز امر کند، به قول 12 سال پیش از آن که به نماز امر کند، در اولین آیت های قرآن کریم اقرأ گفت، بخوان، علم آموز، قسم به قلم، یعنی که درباره قلم، عادات، آلات علم در این باره ها سخن کرد. اولین آیت ها ما را ترغیب به علم آموزی کرد و این آیت که الله تعالی امر کرده است که ما دعا کنیم که الله علم ما را زیاده گرداند، این دلالت میکند به فضیلت علم. و در زیر این باب فضیلت العلم گفتن یگان حدیث نآورده. بعضی علما میگن که امام بخاری اگر یگان حدیث طبق شرط بخاری نیابند، همین خیل باب میمونند، یگان آیت باشد میآورند، یگان سخن تابعین یا صحابه یا یگان حدیث بی سند را میآورند و حدیث را با سند اگر یعنی که طبق شرطشان نباشد ذکر نمیکنند. گفتند خلاصه در زیر این باب یگان حدیث ذکر نکردند و کتاب علم را با این دو آیت شروع کردند و در همین قدر کفایتی میکنیم. انشالله بعد چند جواب ها بعد به باب نوبتی میگذاریم. بله. خب اینجا امیدوارم که همگان گوش کردن و یگان فایده برداشتن به خود، چون در واقع موضوع بسیار فایده ناک است. خب تماشابین ما سعید شاه، میکروفونتون را گران کنید و مرحمت. خب میکروفونتون را درگیرانید و بعدا سوالتون را السلام علیکم. میکروفون. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انداملا خیلی خوشحال با شما در صحبت برآمدم. یک سوالی مهم داشتم، وقتی شما زیاد نگیرم. بفرمایید. سوال خود را پیشکش کنم. مرحبا. بفرمایید. ما خلاصه گپ در یک سترایکه کار میکنیم. از ساعت کاری ما از ساعت 8 سحر تا ساعت 7 بیگاه است. ما 3 تاجیک هستیم و 2 تا باز نچنلیک روس داریم در این فیرما. خب و ما سحر ساعت 8 صورت گرفته روی میکنیم و بیگانش باید صورت گرفته روی کنیم. لیکن ما امین یعنی کارو ساعت 8 میایم صورت میگیریم و ساعت 8 و 20 همین خیل کارو سر میکنیم و بعد باز به فکرم بیرون شدند این تماشابین ما. بر وقت سوالشون هم نفهمو بود. کارو یک بود میکنیم با خونه میرم. اصلا همین نچنلیکای روز هم خیلی میگن که بره خونه. همین کار گفتگیشون بود میکنیم و میریم. اصلا پلی کار کردگی ما حلال میشه یا نه؟ پلا فیرما میتیه. نه آنها یعنی که از جانبی من واسه در روز بر وقت سر کردم پیش هم برامدم کرده گفتن که مثلا خودت توخن نرو کرده. یعنی باز 10 مینوت پریکور داره هر ساعت هم من کش میکنم که پریکور نکنم از برای من. شما سوال رو فهمیدید دنگلو؟ اگر کوتاه‌تر کرده میگفتید سعید شما رو درست نفهمیدیم. شما یعنی چی منظورتون از این سوالاتون کوتاه‌تر میکردید؟ یا اینکه اگر بر شما آسان‌تر باشد نوشته کنید. شما در شخصی هم هستید. من که همین دیگه انا بر وقت میبرم از ساعت کار. مقصد همین که ساعتی معین شده باید کار کنید و اگر رفت و صاحبان شرکت همین عملتون فهمد چیکار میکند؟ یعنی که اگر ناراضی میشده باشد به مبلغی دادگیش این علاقه زیری شبهه هست. بنابراین یعنی یک کاری کنید که سوال دادگیتان هم بیهوده نیست، یعنی به دلی خودتان شبهه فرامدگی هست. صاحب شرکت، صاحب اینها هم وظیفه دار از راهبرایی که شما هست، اینا آیلیگ میگیرد.
اینا صاحب شرکت نیست. یعنی که اگر صاحب شرکت فهمد که شما به جای اینکه به 8 کاربرو کنید 7.5 کاربرو میکنید، چی جواب میدید؟ این با وابسته به هموها هست. یعنی که میگوید که ما گاه کارو به وقت تمام میکنیم و برمیگردیم. میگوید یعنی که یگان شبهه فریب و چی نباشد. بله. بس شما با اونها صحبت برآمده نمیتونیم، لیکن انا ساعت که پول ما رو میتیم، ما 10 ساعت کار میکنیم 3000 روبل میتیم. ما مقصد چه گویم، مقصد ساعتی که یعنی کار نکرد صورت براق میگیرن ساعت 8 کار بوده که ما تو ساعت 8 بگم جا کار هفت بگم. ببینید اگر به 12 ساعت آیله گیرید و 10 ساعت کار کنید، یعنی که البته این نادرست است. مسلمان باید یعنی که فریب نکند. خیلی خوب، امیدوار هستم که جوابشان را گرفتند. سعید شاه تماشابین ما تشکر زیاد میگم برای شما و از شما راضی باشد. خب تماشابین عزیز، همه اونهایی که این لحظه ما رو تماشا میکنید، واقعا گاها اعلان هم کرده بودند امروز و حاضر نوکک هم داملا گفتند که اکثریت نیاز دارند، یعنی سوال ها دارند و احتیاج دارند که به آن جواب گیرند. و بعضی سوال هایی که مثلا سوال هایی که به قول سوالی که شما مهاجران و سوال هایی که مردم نیاز دارید، یعنی روزمره است، آن را دهید به داملا، چون بعضی سوال هایی که مثلا لازم نیست یا سوال هایی که امروز اهل علم درباره‌اش بحث میکنند، این سوال ها رو یک کنار مانید و آنهایی که میخواهند مثلا در این موضوع های علمی صحبت کنند و سوال های علمی داشته باشند، باز تلگرامی داملا سهراب در همه جای اعلان کرده شده است، تلگرام داخل شوید، شخصا به خودشان دید. و این لحظه من شما خواهش میکردم اگر شما سوال هایی که در روزمره نیاز شما است و ضرور دارید به آن سوال، همون سوال هایتان رو پیشنهاد کنید، انشاءالله داملا جواب خواهند گفت به قدر امکان آن سوال هایی که مثلا جوابش باشد. عبدالکریم خوش آمدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اینی احبکم فی الله برادر جان، خیلی خرسانم که شما هم صحبتی داشتم و سوالی خدم بگم در زیاد نشوه. سوال من اینه که پیامبر در مثال پیامبر 3 بار تا جای من میدونم مثال اگه فهمیدگیم 3 بار حج عمره کردگیانم، بعد 1 بار دیگه حج فرضی کردگیانم، همون خیلی حج عمره هم بخورم کردگیان. همین را در این باره کمتر شما میفهموندین خوب میشید اومدیم. 3 بار نه 4 بار عمره کردن یا مراتب حجی بعد اسلام کردن. پیش از دین مقدس اسلام حج کرده بودن. اون حجا یعنی که حجی پیش از اسلام بود. بعد اینکه دین مقدس اسلام اومد سال 9 هجری حج فرض شد. سال 10 پیامبر صلی الله علیه و سلم حج کردند و در آن حج با امتشان خیر و خوش کردند. 4 مراتبه عمره کردند، نه 3 مراتبه. سوالتون همین است؟ نه ها بله همین است. یعنی که پیش از حج فرضی کردن 3 بار عمره کردگیانو، بعد 1 بار دیگه هم عمره کردن و هم فرضی کردن. چون که حجی که پیامبر صلی الله علیه و سلم حج قیران کردن، حج قیران هم عمره دارد هم حج، یعنی با این عمره که در حج کردن 4 عمره شد. بله یعنی که همون حج 1 بار 2 حج هم عمره هم فرضی هم خیلی. بله در آخرین حجشان هم عمره کردن هم حج کردن. بعد عمر جان از امید ولی میشه بعضی میگن مسیح بیویشه رفتن ممکن است طرف چی برای تو ایش برای میشه، بعضی میگن نه امی 1 بار عمره کنید در حق گذشته‌ها نمیشه. در این باره ما یک نوار داریم اوید این مسئله، عمره از مسجد عایشه نامش در مسئله تیوی هست. مقصد
عمره کردن از مسجد عایشه رضی الله عنها هدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هدی صحابه ها، علما نیست. لیکن بعضی علما میگن که در شریعت من هم نآمده است، یعنی من هم نآمده، یعنی که نرویتون هم نگفته است، لیکن به جای به مسجد عایشه رفتن طواف کردن ثوابش بهتر است. مثلا تا مسجد عایشه میرید چند دقیقه میرد تا بر میگردید، به جای این طواف کنید بهتر است، چون که طواف یا عبادتی که در روی دنیا در غیر مسجد حرام در دیگر جا نیست. یعنی طواف زیاد کنید، در یک روز 10 مراتب زیاده از این تا میتوانید بسیارتر طواف کنید. این بهتر است به جای رفتن به مسجد عایشه. برای آنکه مسجد عایشه برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم راه گفتن؟ حضرت عایشه عمره نکردن. حضرت عایشه وقتی که وارد حج میشدن و در راه وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به همراهی مردم به حج می آمدن، حضرت عایشه بیمار شدن، عادت ماهانه دیدن، عمره نکردند. بعد وقتی که حج تمام شد، یا رسول الله ایرجع الناس بحج و عمره، یا رسول الله مردم از این سفر هم حج کردن هم عمره کردن، من فقط حج کردم. گفته وقتی که گفتن، بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالرحمن برادرشون گفتن که گیر عایشه برده از حدود حرام بیرون برویتون، یعنی به حدود حلال، از آنجا نیت کرده وارد شو گفتن. بنابراین حضرت عایشه برآمدن، نیت کردن، در آمدن همونجا مسجد عایشه میگن امروز نسبتا به حضرت عایشه رضی الله عنها، برای آنکه حضرت عایشه عذر داشتن، عمره نکردگی بودن، ماهانه دیدن. یعنی کسی که اگر حالتش مانند حضرت عایشه باشد، یکی ماهانه دید و عمره نکرد، میتواند بعد حج برآمده عمره کنه. لیکن از نام گذشتگان عمره کردن یعنی که این نهج پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. اگر کردنی باشید از تاجیکستان رفته روید 2 مراتبه، یعنی با پول داده، یعنی که این قدر طبق حدیث و طبق سنت نیست برادر عزیز. و جای و بسیارتر طواف کنید. جزاکم خیرم دوملا جان. یکمین باره که من مستقیما کشیم هم صحبت شدم و مثال کمتر خیلی خرسندی را سوال ما داده نتونستم. یعنی که من دو سوره که نسبت مسلمان دارم، نسبت دوملا و علمای دین با بسیارتر دارم، یعنی سبب کمتر اشتغال خرسند شدم. انشاءالله با در افیرای دیگریشون با میدرم خشتن هم صحبت نشم. انشاءالله سلامت باشیم. الله تعالی عبادت شما را قبول گرداند. خب مرحمت ایوب، میکروفونتون رو درگیرونید و صحبت کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دوملوی از سوال داشتم، میخواستم سوال بفهمم. این حال ما در مسکو قرار داریم. مسئله اکتوال همیه که همی اتوبوس ها در اکثریت وقتا ما سوم نمیسپاریم. مقصد تو همون کنترلیورا را نبینیم نمیسپاریم. بعضی آدم ها میگن که چکو نمیکنم، بعضی ها میگن که باید بسپاری. همی دفتیم اصل در هر یک مسئله اصل هست. اصل هی بعد از اصل برآمدن هست. مثلا اصلا خوردن گوشت خوک حرام است. کی حلال میشد؟ آدم اگر هیچی ندارد غیر همین گوشت خوک، اگر همین هم نخورد هلاک میشد. بعد میگم که از اصل بیرون میبرایم، میگم که خیر برای تو در همین حالت کمتر اجازه تصمیم. اصلا یعنی که مال کسی به حق به صاحبش دادن است در شریعت. یعنی صاحب شرکت اتوبوس مثلا شما رو که از این مکان به اون مکان نقل کنانید، شما باید حقی باید سپارید، چون که وای مهنت اجرا کرد، شما باید حقش دهید. این اصل است. کسی میگوید که تو پول نته از اتوبوس و متروهای مثلا پولش نته، میگه تو باید دلیل بیارد و من دلیل ندارم. الله اعلم. بنابراین اصل شرعی که جواب میگویم. خیلی خوب، تشکر زیاد. دوملا خب وقتی ما خیلی محدود است، همین زمان دیگر وقتمان به پایان میرسد و من معذرت میخواهم از آنهایی که بسیار هستند در
نوبت هم هستند گویا که، اما نوبت پر شدن میگرد. وقتی که من از یک طرف قبول کردم از طرف دیگر پر می شود. دوم یک فایده دیگر و یک حدیث می گفتید در بعضی جا نماز عصر شد و در بعضی جا نماز شام مغرب قضا می شود. از این خاطر شما را گوش میکنیم و بعد از آن انشاءالله باز روزهای دیگر مردم را قبول خواهیم کرد. خب امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح بخاری در کتاب علم آن گفتند که باب من سئل علما و هو مشتغل فی حدیثه فاتم الحدیث ثم اجاب السائل. باب درباره آن است که این گپی امام بخاری است. اینجا عنوان میمونه امام بخاری، فقه امام بخاری، علم امام بخاری، فهم امام بخاری در همین عنوان هایی که در کتابشان میگذارند، چون که در زیرش حدیث است. باب آید آن عالمی که در مسئله علمی سوال داده شد، پرسیده شد و حالان که او مشغول در حدیث است، او به مردم دیگر مسئله ها را بیان کرده ایستاده است، او حدیث گفته ایستاده است، کسی آمده سخن عالم را میبرد و سوال میدهد. فاتم الحدیث ثم اجاب السائل. بعد آن عالم سخنش پره کرد، حدیث را پره کرد و بعد به سوال دهنده جواب داد. یعنی باب در این باره گفتن، یعنی که آدم علمدار حق دارد که وقتی که برآمد دارد کسی در مابین برآمدش سوال میدهد به سوالش جواب ندهد، وقتی که سخنش که به پره رسانید بعد جواب دهد. گفتم و حدیث 59 را روایت کردن. حدیث را میخوانم برادرهایی که کتاب صحیح بخاری دارید و از ابتدا همراهی ما در این درس اشتراک دارید. البته صحیح بخاری را میتونید پی دی افش هم چاپ کنید یا به خود حفظ کنید و از آن نگاه کنید چگونه خوانده میشد، چگونه ترجمه کرده میشد، همین گونه کم کم علم جمع میکنید. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. در این حدیث امام بخاری رحمت الله علیه از حضرت ابو هریره راوی اسلام الله تعالی از ایشان راضی شود روایت کردند. حضرت ابو هریره گفتند که وقتی که ما در مجلس جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم، یحدث القوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم به قوم حدیث میگفتند، سخن میگفتند، مردم پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گوش می انداختند، خوشا به حالشان، هم نفس و هم نشستی بهترین مرد روی دنیا بودند. بنابراین صحابه ها بهترین مردم بعدی پیغمبرها هستند. وقتی که همه پیغمبرها وارد بهشت شدند، بعد صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد میشن، شروع از ابوبکر صدیق رضی الله عنه و ارضا. میگن که ما در مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم. بهترین مجلس اهل علم است که در آن قرآن و حدیث گفته میشد. دیگر مجلس ها روز قیامت جوابگری دارد. بنابراین گفتن که ما در مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشستیم، جاءه اعرابیون، یک اعرابی آمد، یعنی یه بادیه نشینی آمد، یه صحرانشینی آمد. اصلا کلمه عرب این بادیه نشین، برای اینکه اکثری مردم عرب اینها بادیه نشین بودن، صحرانشین بودن. خیلی که حضرت لاهوری اشاره میکنن، میگن که دانه آن صحرانشینان کاشتند، حاصلش افرنگیان برداشتند. صحرانشینان مراد عرب، ولی در بین عرب ها با کمتر شهرها بود و اکثریت مردم بادیه نشین بودن. یه بادیه نشین، اهل مدینه بادیه نشین حساب نمیشه چون اونها اهل شهر هستند. یه بادیه نشین، صحرانشین آمد، فقال متى الساعه، قیامت کی می شود؟ گفت
پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث گفته ایستادن، پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغول تعلیم دادن مردم هستند. اون اعرابی که مدنیتی سوال دادن را نمیداند، مدنیت یعنی شهریت، یعنی که اون که صحرانشین از آداب و اخلاق نمیداند، سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم منتظر نشد، اجازه سوال دادن نکرد که این از آداب های علم است. بنابراین گفتن که جاءه اعرابیون، یعنی بیان کردن سبب شخصیتش که برای چی باید به اجازت و در میان سخن یعنی درآمد، برای آنکه وی اعرابی هست، وی صحرانشین است و از مدنیت دورتر است. فقال متى الساعه، قیامت کی می شود؟ فمضى رسول الله صلی الله علیه و سلم یحدثو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیثشون دوام دادن گرفتن، گویا که نشنیدن. فقال بعض القوم، بعض آدم ها گفتن که سمع ما قال فکره ما قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن سخنش را، لیکن سوالش سوالی بد که بود، بد دیدن که به سوالش پاسخ گویند. و قال بعضهم بل لم يسمع، بعضی گفتن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نشنیدند. حتی اذا قضا حدیثه، حتی وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم سخنشون به خاتمه رسانیدند، گفتن که این السائل عن الساعه، کجا شد اون پرسنده از قیامت؟ کنی کی پرسید از قیامت کی می شود؟ گفته قال ها انا یا رسول الله، من اینجا هستم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. قال فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه، اگر امانت ها خیانت کرده شود منتظر قیامت شو. امانت ها خیانت که شد قیامت منتظر شو. بعد گفت که قال کیف اضاعتها، ضایع شدن امانت چگونه هست؟ یعنی امانت ها کی ضایع میشد؟ از کجا فهمیم که امانت ضایع شده است؟ گفتن که اذا وصل الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، اگر وظیفه ها و منصب ها به غیر سزاوارانش سپاریده شود منتظر قیامت شو، یعنی قیامت پایده نشین. گفتن همین حاضر قیامت میشد، گفته تیار شو، آمادگی بین. گفتن اگر بینی که منصب و وظیفه ها به غیر اهلش سپاریده شده است، خواه منصب های دینی باشد مانند امامتی و قاضیگی، یا امام ریشتراش، یک امام ناسکش و سحرگر و جادوگر، یا امام فاسق، یا امامی که سوره فاتحه را خوانده نمیتونه، امروز امام خطیب شده است، سله های کلان و جیلک های زیبا دارد، اگر وظیفه به غیر اهلش سپاریده شود منتظر قیامت شو. گفتن خلاصه این حدیث امام بخاری در کتاب رقایق در باب خیانت شدن امانت ها میبیارند. بار دیگر اینجا در کتاب علم آوردن. چی دخالت دارد به کتاب علم؟ امام بخاری خودشون عنوان موندن که باب درباره این که عالم وقتی که سخن میکند یعنی که حق دارد به سوال دهنده جواب ندهد وقتی که سخن میبرد، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم جزا دادن برای بی اجازت سوال دادگیش، و اینچنین برای اینکه سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم منتظر نشد که سخنشون به آخر رسونن بعد سوال دهد، در مابین سوال که داد پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب ندادن همچون جزا، بعد دیرتر جواب دادن چون که وظیفه‌شون جواب دادن است، و اینچنین به سوالش هم جوابی مشخص ندادن. قیامت کی میشد؟ گفت باید قیامت روز و ساعتش گویند، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم علامت هاش گفتن، چون در حدیث جبریل آمده بود که وقتی که جبریل پرسید که قیامت کی می شود، گفتن که مل مسئول عنها بعلم من السائل، در این باره پرسیده شده از پرسنده داناتر نیست. یعنی در این باره جبریل هم خبر ندارد، پیغمبر هم خبر ندارد. قیامت علم غیب است، در نزد الله تعالی است. وقتی که این گپ گفتن حضرت جبریل گفتن که اخبرنی عن اماراتها، این گونه باشه از علامت های قیامت خبر ده. علامت های قیامت خیلی بسیار است، علامت های خردی و علامت های بزرگ دارد که ما 2 جمعه نوار داریم، یک جمعه درباره علامت های بزرگ قیامت، یک جمعه درباره علامت های خرد قیامت ان شاء الله نشر میشه، در آنجا آید این بعد به تفصیل تر معلومات میگیرید. خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوالش از علامت های قیامت یک علامتش را خبردار کردن در این حدیث. در دیگر حدیث ها دیگر علامت های قیامت را بیان کردن. در اینجا گفتن که همین وظیفه ها که به غیر اهلش سپاریده شد منتظر قیامت شو. گفتن
و خلاصه کلام باب این اولین دومین باب درباره علم است، یعنی که این آداب سوال دهنده را برای ما میفهماند که باید سوال را رعایت کند، حالت استاد را وقتی که وقت برای سوال دهنده داد بعد سوال دهد و این چنین استاد هم حق جزا دادن شاگرد دارد، در حال برای سوالش حق دارد که جواب ندهد و این چنین اگر سوالی بی منطق باشد از سوال دیده به مهمتر چیز جواب دهد. والله تعالی اعلم. الله جزای خیرتان دهد. بارک الله فیکم. بسیار موضوع شنیدنی بود و انا همون قصه سهراب جان حاضر گفته درباره وظیفه ها به دیگر کس داده می شود، در حال اروپا و امام زن ها به خاطر میزنند. در بعض منطقه های اروپا زن ها امروز امامتی میکردند. الله پناه نگه دارد. و امامتی هم به مردها، هم به مردها و هم به زنها امامتی میکردند. ولی نادرست است. این زنها در شریعت اسلام امام شده نمیتونن، و مردها امام شده نمیتونن. ولی در امریکا چند سال پیش از زن به نماز جمعه امامتی کرده بود. ولی اگرچه در بعض کتاب ها این مسئله ها وجود دارد ولی این قول های شاذ است، یعنی قول هایی که اعتبار ندارد، قولی که دلیل ندارد. زن از روی عقل و از روی نقل از مرد فرق میکنه. الله تعالی میگه که ولیس الذکر کالانثی، زن مانند مرد نیست. بنابراین الله تعالی یگان از بین زنها پیغمبر نفرستانید. بنابراین ابن حزم ظاهری حضرت مریم پیغمبر گفتن این قولی باطل است. الله تعالی گفت که ما فقط از مردها پیغمبر فرستانیدیم، گفت الا رجالا، فقط مردها را پیغمبر کردیم، چون که مردها برای خود خصوصیت های خاص دارن. مرد با قوت از زنها، من در اصطلاح مردمی تاجیک هم زنهای ضعیف میگن، ضعیفان میگن، یعنی که آنها هم از روی عقل هم از روی نقل از مردها فرق میکنن. بنابراین آنها عادت ماهانه دارن، آنها حامله دار میشن، آنها یعنی بعض عذرها دارن که نمیتونن به مردها راهبریت کنن. بله. تشکر زیاد میگم برای شما و دو ساعت زیادتر شد که ما و شما یک جا بودیم. تماشابینان عزیز و داملا سهراب عادلیان را تشکر زیاد میگویم که امروز به چند از سوالهای مردم جواب گفتید و همچنین باز چقدر فایده های دیگر هم ما و شما یک جای با هم دیدیم. نوا رو به هم تقسیم کنید، نوا رو به هم تقسیم کنید، به شبکه آبو نشوید. شبکه شخصی داملا سهراب عادلیان است و زیر نوارها می توانید شرح خودتان را، سوالهای خودتان را نوشته کنید به قدر امکان، چون به همش خودتان شاهد هستید تماشابینان گرامی. به همه سوالها یک بار جواب گفته نمی شود و داملا باز عادت خوب هم دارند، بسیار مفصل جواب میگویند که همه سوالها جواب خودش گرفته نمی تواند. و انشاءالله در نوارهای شبکه مسئله تیوی همچنین در شبکه های دیگری ما نیست و بعضی سوال های شما جواب هست. من میبینم که درباره عقیقه اینجا بسیار سوال کردن و ما تصمیم داریم. ما با داملا صحبت کرده بودیم که درباره عقیقه یک برنامه علاهیده میکنیم، چون هست داریم، یک دو برنامه داریم. اگر شما جستجو کنید در شبکه قرآن دستور امر انسان هم هست مفصل، تقریبا 1 ساعت برنامه داریم. اما انشاءالله باز روزهای نزدیک آن را برایتان پیشکش میکنیم، چون بعضی اون سوالهای شما تکراری است، جوابش را خواهید گرفت انشاءالله. داملا در نهایت یک دعا میکرده و جنبست میکردیم چون وقت نیست خیلی. الله سبحانه و تعالی گناه های ما و جمله مسلمان ها را مغفرت کند و برای ما علم ربانی دهد و توفیق عمل کردن به علم را نصیب روزی گردانه. از این دنیا، در این دنیا مسلمانی واقعی زیستن و از این دنیا مسلمان وفات کردن را نصیب روزی گردانه. والله اعلم. صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. خب تماشابینان عزیز، با شما خیر و خوش میکنیم. الله تعالی نگهبانی هر یکی شما باشد. انشاءالله باز روزهای نزدیک افیر مستقیم برمیگردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
اگر خود نمیدانید از اهل علم بپرسید.